بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، خاصتا برادران و خواهران گرامی و عزیز تاجیک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سومین قسمت از برنامه ویژه تاجیکستان در منبر وصال، تاجیکستان دردها و آرزوها، در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستیم. این سومین قسمت از این برنامه است و در برنامه هایی که گذشت ما در مورد صدور قوانین و عملکردهای ضد انسانی و ضد حقوق بشر و ضد اسلامی دولتمردان تاجیکستان صحبت کردیم. محدودیت برای جوانان برای تحصیل در خارج از کشور، صدور قوانین خودساخته برای منع حجاب و به تصویب رسیدن آن در سال 2015، تبدیل مساجد به قهوه‌خانه ها و مدارس دولتی، صدور حکم منع جوانان و کودکان از رفتن به مساجد، صدور حکم منع ازدواج با خویشاوندان و اقربا، صدور حکم تراشیدن ریش به طور اجباری و جریمه برای کسی که ریش داشته باشد، صدور حکم منع دعوت و تدریس بدون مجوز دولت. طبعا وقتی که دولت اجازه میده به کسانی اجازه میده که به عرضسازی که دولت بزنه برقصن، صدور حکم برکناری خطیبان معروف و جایگزین کردن خطیبان حکومتی و تصویب معاش برای آنها، صدور حکم منع اعزام جوانان به حج زیر 35 سال و دهها قانون ضد اسلامی و ضد انسانی و ضد حقوق بشر و ضد دموکراسی که ادعا میکنن در تاجیکستان که در هفته‌های گذشته ما و بینندگانی که تماس گرفتن در این برنامه در این موارد صحبت کردن. در برنامه امشب از این به بعد سعی می‌کنیم که کمی تخصصی تر در مورد موضوعات صحبت بکنیم. برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به کابوس بیکاری در تاجیکستان، یکی از مشکلات مهمی که در این کشور وجود داره و صدها بلکه بیش از 1 میلیون جوان تاجیک، کسانی که آینده سازان این مملکت هستند، در کشورهای بیگانه خاصتا در روسیه در بدترین وضعیت زندگی میکنن و این به خاطر نبودن کار، نبودن امکانات و عدم همکاری دولت با جوانان و با کسانی که نیاز دارن که مشغول کار باشن یا مشغول تجارت باشن و موارد زیادی که بینندگان عزیز ما بارها در این برنامه و طریق پیامگیر شبکه در این مورد صحبت کردن که انشالله در برنامه امشب تعدادی از حقوقدانان و رجال دین و سیاست با ما خواهند بود از سرزمین تاجیکستان و در این مورد صحبت خواهند کرد. البته بعضی از مهمانی هم داریم که در موضوعات خارج از برنامه انشالله صحبت خواهند کرد که انشالله از این فرصت استفاده میکنیم و صدای این عزیزان رو هم خواهیم شنید. من قبل از اینکه اولین مهمان برنامه رو انشالله بگیرم و بعد از اون کلیپی خواهیم داشت، فیلم مستندی در مورد کابوس بیکاری در تاجیکستان و مشکلات جوانان این سرزمین، نیاز است که من مطلبی رو که در روزنامه های تاجیکستان و در یکی از سایت های خبری معروف دولتی نشر شده اینجا خدمت شما عزیزان بیان بکنم و نظر شبکه جهانی وصال حق رو در این مورد بیان کنم. دوستان اگر نشون بدن، این سایت تاج نیوز هست، یکی از سایت های خبری تاجیکستان و همچنین همین مطلب رو در روزنامه نگاه نوشتن. من عین همین مطلب رو خدمت شما عزیزان ترجمه فارسیش رو میخونم که اومده که خلاصه مطلب که کد تلفنی که برای بینندگان در شبکه جهانی وصال حق آماده شده از انگلستان است که با پیش شماره 2044 نشان دهنده این است که مرکز این تلویزیون در ایالات متحده و دفتر نمایندگان در عربستان و بریتانیا می باشد. وصال حق به احتمال بیشتر از یک سرویس خاص از ایالات متحده، اسرائیل و انگلستان سرمایه گذاری می شود که عقاید سلفیت را تحت پوشش عقیده های اهل سنت تبلیغ دارد. در واقع آنها دو هدف دارند: اول پایگاه اطلاعاتی دولت اسلامی داعش و طرفدارانش در تاجیکستان هموار کنند، دوم برای جلوگیری از توسعه و عقاید شیعه و به جانب انداختن یک گروه و نابود کردن وحدت.
و همچنین گفته باید مسئولین از خود سوال کنند که چرا توجه وصال حق محض در اوج ناامنی در مناطق مرزی با افغانستان، تاجیکستان به وجود آمد. در چنین حال باید این را مشخص کنیم که کدام یک از آنها برای جامعه تاجیکستان خیر را می‌خواهند و کدام یک نابودی را می‌خواهند. و یک سری مطالب دیگر که نویسنده این کسی به نام خیرالله هست که در تاج نیوز و در روزنامه نگاه این مطلب رو نشر کردن. این همیشه سیاست دیکتاتورها، سیاست حکومت‌های مستبد هست که مخالفین خودشون رو به تروریست بودن، مخالفین خودشون رو به تهمت‌های واهی متهم می‌کنن تا به این وسیله مردم رو فریب بدن. اما ما به این عقیده هستیم که ملت شریف تاجیکستان در اوج آگاهی سیاسی قرار دارن و همه این مطالب رو می‌بینن، آنچه که ما در این شبکه اظهار می‌کنیم و آنچه که دولت مردان تاجیک میگن و آنچه که موافقین و مخالفین ما اظهار میکنن. موقف شبکه جهانی وصال حق در مورد گروه داعش، ما بارها در این برنامه، در برنامه فتوا که برنامه فتوا در شبکه جهانی وصال حق نظر کمیته شرعی شبکه جهانی وصال حق رو منعکس میکنه، بارها اظهار داشتن که گروه داعش یک گروه تکفیری است، یک گروهی است که در جنگ با مسلمان ها هم قرار داره و در بسیاری از موارد عملکردهای اینها خلاف دستورات اسلام و خلاف دستورات قرآن کریم و خلاف دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده. ولکن ما همیشه این رو گفتیم و بازم تکرار میکنیم، ما باید ریشه یابی بکنیم چرا گروهی مثل داعش به وجود میاد. این گروه ها زایده ظلم، ستم و استبدادی است که در کشورهای مختلف بر علیه مسلمان ها صورت گرفته. من با خیلی از عزیزان عراقی صحبت کردم، با برادران سوری صحبت کردم، چرا بعضی از مردم از گروه داعش در عراق حمایت میکنن، خاصتا اهل سنت. شما تصور بکنید خواهرانشون رو، مادرانشون رو، همسرانشون رو، دخترانشون رو بردن همین رافضی‌ها، همین شیعیان عراقی با کمک آمریکایی‌ها در زندان‌ها به اونا تجاوز کردن. طرف رو در پشت میله زندان نگه می‌داشتن و در جلوی چشمان او به همسرش، به خواهرش، به مادرش تجاوز می‌کردن. بیش از 7000 مسجد رو در عراق خراب کردن. هزاران نفر از علمای دین و ائمه مساجد رو کشتن. مردم به اندازه رسیده بودن که حاضر بودن هر کافری، هر یهودی، نصارایی، هر انسانی بیاد اینها را از شر این وحشی ها نجات بده، از شر آمریکایی های وحشی، از شر رافضی های وحشی، از شر لشکر قدس و لشکر بدر و نمیدونم لشکر مهدی ایران و شیعیان رافضی عراق. مردم به حدی رسیده بودن که دیگه تحمل نداشتن. میدونید که اکثر این تشددها و افراطها از زندانهای همین نظامهای ظالم و مستبدی که نمونهش حکومت تاجیکستان است به وجود میاد. این کسانی رو که امروز میبرن در زندانهای تاجیکستان فقط به خاطر این که روی منبر خطبه گفته، حرف حق رو زده، این رو میبرن زندان میکنن، شکنجه میکنن. شما توقع دارید که این شخص که از زندان آزاد بشه چیکار بکنه؟ بیاد بگه خیلی ممنون، دست شما درد نکنه آقای رحمانو، شما لطف کردید در حق ما. از همین جاست، از همین زندانهای همین دیکتاتورها و انسانهای ظالم هست که تکفیر به وجود میاد. بانی تکفیر، بانی گروههای متشدد، بانی گروههای تروریست همین حکام ظالمی هستند که در بعضی از کشورها ظلم میکنن به مردمشون. قبل از اینکه آمریکا به عراق بیاد مگر داعش وجود داشت؟ قبل از اینکه ایران در سوریه جنایت بکنه مگر داعشی وجود داشت؟ پس وجود این گروهها به سبب ظلمی است که بالای مردم این کشورها شده. وقتی که ما ریشه یابی میکنیم، وقتی که ما اصل این مشکلات رو بیان میکنیم، دلیل این نیست که ما از این گروه ها طرفداری کردیم. این نکته بود که من لازم دیدم در شروع برنامه در موردش صحبت بکنم. کارگردان عزیز برنامه اگر که جناب پروفسور شاکر حکیموف با ما هستن به من اطلاع بدید. خب جناب پروفسور شاکر حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات در تاجیکستان هستند که انشالله ایشون رو ما با خودمون خواهیم داشت در مورد مشکلاتی که در جامعه تاجیکستان وجود داره از نگاه بیکاری و ظلم و ستمی که بر این ملت شده. من نکاتی رو خیلی مختصر خدمت شما عزیزان بیان می کنم که 2 میلیون جوان تاجیک و به عبارتی
روشن‌تر بیش از 1/4 جمعیت کشور، یعنی تمام بازوان نیرومند و سازنده جوان مملکت در خارج از میهن خیش زنده به گور می‌شوند. فکر نکنم در هیچ کشور دنیا این آمار وحشتناک وجود داشته باشه. بنابر آمارهای غیر رسمی از 2 میلیون مهاجر تاجیکی که در روسیه هستند 520,000 و به عبارت دیگر 720,000 با پرداخت مبالغ هنگفتی که تا 5,000 و 10,000 دلار میرسه ملیت روسیه رو میگیرن، یعنی تابعیت کشور روسیه رو میگیرن. یعنی این انسان‌هایی که در اونجا رفتن و تابعیت این کشور رو گرفتن دیگه اینها از مملکت خودشون از تاجیکستان دست شستن. شما تصور بکنید که کشوری که یک جوانی رو تربیت کرده و ابتدایی، متوسطه و راهنمایی و دانشگاه و یا این جوان تا سن مثلا 20-25 سال چقدر زحمت کشیده در مملکتش، این رو بزرگ کردن و 2 دسته تقدیم کردن به یک کشور دیگه و یک کشور بیگانه و یک کشور کفری از بازوان این جوانان تاجیک برای پیشبرد اقتصاد خود، برای پیشرفت مملکت خودش داره استفاده میکنه و ملت شریف تاجیکستان از این جوانان محروم میشن. احمد آقا وصل شد تماس ما؟ بله، تا هنوز وصل نشده؟ خب امیدواریم که جناب پروفسور شاکر حکیموف، مثل هفته گذشته ما خیلی سعی کردیم تماس با ایشون برقرار نشد، عزیزانمون ان شاءالله سعی بکنن که تماس با جناب پروفسور شاکر حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برقرار بشه. سالانه 3 تا 3.5 هزار جسد از کارگرانی که زیر کارهای شاق در روسیه جان میدهند و اینا جوانان تاجیکی هستند که در اونجا در زیر ظلم و شکنجه روس‌ها، خب اونا دلشون به این جوانها نمیسوزه. روسی که نیستن، تاجیکی هستن، مسیحی که نیستن، مسلمان هستن. اینها مثل برده در اونجا مشغول کار هستن و از اینها سوء استفاده میشه. همچنین آمار رسمی که تلاش دارد از حجم این مصیبت ها بکاهد خبر از بیش از 14,000 جوان تاجیکی میدهد که برای مهار کردن فشارهای جنسی خود مجبورن از تاجیک بودن خود بیزاری جسته، تن به ازدواج با ملیت‌های روسی داده، برای همیشه با خاک و بوم و دیانت خیش بیگانه شوند که بیش از 1/3 افراد بنابر همین آمار زن و فرزندانی در کشور دارند که در زیر فشار زندگی جدید مجبور می‌شوند آنها را از یاد ببرند و البته واقعیت به مراتب از این آمار رسمی تلخ‌تر است. بسیاری از این جوانان که تاب تحمل گریه کودکان و فقر خانواده ها و چشمان خیره به راه همسرانشان را ندارند، برای فرار از بار مسئولیت و خفه کردن سرزنش های ضمیر و وجدان خود از همان دوردست با پیامکی یا نامه‌ای زنهایشان را طلاق داده، فرزندانشان را در داغ انتظار پدر برای همیشه بی پدر می سازند. علما و اندیشمندان جامعه حق ندارند از مشکلات ملت سخن بگویند. بوقها و کاسلیسان فرعون به جای ریشه‌یابی مشکلات جامعه و تلاش در حل آنها با پندهای دروغین نمک بر زخمهای مردم زجر کشیده می‌ریزند. اینها گوشه است از دردها، از رنج‌هایی که ملت مظلوم تاجیکستان می‌کشه. احمد جان اگر وصل شده تماس؟ خب اگر تماس وصل نمیشه لطفاً این کلیپ رو پخش بکنید. با هم مستندی دوستانمون آماده کردن در مورد کابوس بیکاری در تاجیکستان. این مستند رو میبینیم انشالله. بعد از اون اگر تماسمون با جناب پروفسور شاکر حکیموف برقرار شد ایشون رو با خودمون خواهیم داشت. با ما همراه باشید. کابوس بیکاری در تاجیکستان. اینجا تاجیکستان است، بهشتی زیبای طبیعت، سفره رنگین نعمت‌های بی‌دریغ الهی، آب گوارا و زمین حاصل خیز و کوه‌های سرسبز و موسمی که در هر نفس آن نعمتی است. ملتی زحمتکش و با فرهنگ و با ایمان، سرزمینی که می توانست سفره غذای منطقه باشد. خشکبار و میوه‌جات کوهستان بدخشان و سغد و ختلان در جهان کم نظیر است. ولیکن
سرزمین کارساز به تاراج رهزنان رفته و این ملت زحمتکش به اسارت گرفته شده است. بیکاری و عواقب شوم آن سفره نعمت تاجیکستان را به ویرانه پر از فقر و بدبختی و فلاکت تبدیل کرده است. کابوس ذلت و خواری بر کشور سایه انداخته. لاشخوران خوناشام حال و آینده این ملت ستم دیده را به تاراج برده اند. 2 میلیون جوان تاجیک و به عبارت روشن‌تر بیش از 1/4 جمعیت کشور، یعنی تمامی بازوان نیرومند و سازنده جوان مملکت، در خارج از میهن خویش زنده به گور شده اند. بنا به آمارهای غیر رسمی از 2 میلیون مهاجر تاجیکی که در روسیه هستند، 520,000 آنها با پرداخت مبالغی هنگفت بالای $5,000 ملیت روسیه گرفته پوست تاجیکی خود را برای همیشه عوض کرده اند. بقیه نیز برای روس شدن و فرار از تاجیکستانی که هیچ گونه شرایط زندگی در آن مهیا نیست تلاش دارند. سالانه 3 تا 3.5 هزار جسد از کارگرانی که زیر کارهای شاق جان داده اند از روسیه راهی تاجیکستان می شود که بنا به آمار تعداد بیش از 1000 نفر آنها سالانه به دست فاشیستان روسی کشته می شوند. البته خانواده های مردگان مجبورند با پرداخت چیزی حدود $1000 مرده خود را از مارگ یا سردخانه بخرند. تعداد تاجیکانی که در محبس های انتظاری و یا بازداشتگاه های روس تحت نظرند تا کنون مشخص نشده، ولی بنا به آمار وزارت عدلیه یا دادگستری روسیه 8500 مهاجر تاجیک در زندان به سر میبرند. جنجال بازارها، تلاش بیدریغ زمینهای کشاورزی، بار سنگین کارهای سخت و طاقت فرسا و تمامی اهرمهای چرخش جامعه بر شانه لطیف زن بیچاره و تنها گذاشته شده است. در روستاها دیگر اثری از جوانان نیست. پیران فرسوده و دلریش، زنانی که کارهای سنگین و کمرشکن لطافت و نرمی آنها را ربوده، کودکان پریشان و خانه‌های بی پدر، چهره نورانی و زیبای تاجیکستان را به تاریکستان وحشت بدل نموده است. کاری وزمینه بر دوش زن این کارو رو پیش مردم میکردن. نه که امروز متاسفانه که قریب که همه کارهایی که امروز با زمین سر و کار داره امروز زنای ما میکنن. چخیل اگر هم تخمین بگیم اگر 80% مردای همین دههای ما امروز در روسیه مردی کاری میکنن. 25 تا پختارم بر کردن در تلشگاه. این کاری آسان نیست. وقتی با گرمی میوه که ماه آگوست سپتامبر در شرطوز هوا تمام وزمین میشود. نه که این کارو برای ما زنا وزمینه، نه که علاج نداریم، امکانیت نداریم. وقتی که مرد نداریم در خواجگی دهقانی ما همین کارا رو ما زنا خود میکنیم. وقتی که در اویلا از جانب پدر مادر او اگر گپ میشنود گفتن که کلین خوب نیست، کلین هر از خونه پدرش میره، ما را گپ گوش نمیکنه، تو برای ما وردی درد سر کردی، کلین پرتوفته رفتی. بعد او بچه در او وقتی در جای غریبی که هست وقتی او شرایط برای خودش نداره او چی هم میگفت که جوابش دادم اوچه بر در خونه اوچهشو اوتش برسونش. آمار رسمی که تلاش دارد از حجم این مصیبت ها بکاهد باز خبر از 14,000 جوان تاجیکی می دهد که برای مهار کردن فشارهای کبت جنسی خود مجبورند از تاجیک بودن خود بیزاری جسته، تن به ازدواج با ملیت های روسی داده برای همیشه با خاک و بوم و دیانت خیش بیگانه شوند. که بیش از 1/3 این افراد بنا به همین آمار زن و فرزندانی در کشور دارند که در زیر فشار زندگی جدید مجبور می شوند آنها را از یاد ببرند و صد البته واقعیت به مراتب از این آمار رسمی تلختر است. خیر اسی میریم نصیب اگر نصیب شود کارون که نشود خیر نیستیم. چند قدر 3 سال 1 سال ایران در تقدیر چی بود؟ یعنی قطعی هر سال طبق که آمار رسمی، این آمار رسمی است، هر سال نزدیک 14,000 مهاجران تاجیک در روسیه اویلای نو برپا میکنند.
قسمتی از 3.1 یا من فکر میکنم نه کمتر از 3 که این تعداد آنهایی هستند که حرکت در اینجا عائله دارند. زندگی در خارج از کشور ظلم و ستمی که بر کارگران بی بضاعت تاجیک که به صورت غیر قانونی و قاچاق در روسیه به سر میبرند و توسط نیروهای دولتی و تاجیک ستیز همیشه زیر فشار و پیگیری قرار دارند و شکنجه و آزار و اذیت و حتی مرگ لحظه لحظه آنها را تهدید می کند. فشارهای ناشی از این دربدری، نیازهای عاطفی و فقر، بسیاری از جوانان تاجیک را به سوی اعتیاد و پیوستن به مافیاهای اجرام وامی دارد. آمار جوانان تاجیکی که در پی کار از کشور خارج شده و هرگز باز نگشته‌اند و هیچ اثری نیز از آنان در دست نیست بسیار وحشتناک است. بسیاری از این جوانان که تاب تحمل گریه کودکان و فقر خانواده ها و چشمان خیره برای همسرانشان را ندارند، برای فرار از بار مسئولیت و خفه کردن سرزنش های ضمیر و وجدان خود از همان دوردست با پیامکی و یا نامه زنهایشان را طلاق داده فرزندان در داغ انتظار پدر را برای همیشه بی پدر می سازند. پادشاه اشرتگر در کاخهای زرین خود از اشک یتیمان به ناله بیوه زنان و آه مادران داغ دیده به کلی بی خبر است. علما و اندیشمندان جامعه حق ندارند از مشکلات ملت سخن گویند. سرنا و بوقها و کاسلیسان فرعون بجای ریشه یابی مشکلات جامعه و تلاش در حل آنها با پندهای دروغین نمک بر زخمهای مردم زجر کشیده می‌ریزند. روی آدم شیرین هست. وقتی که میرود به مهاجرت مهنتی و از اونجا SMS میکند یا اینکه تلفن با تلفن طلاق میدهد، بس و به انصافی هست. دین مبین اسلام چندین راه‌ها رو برای حل این مسئله و برای حل این مشکلی پیش بینی کردگی هست. ازدواج مجدد که می توانست گوشه‌ای ولو ناچیز از بار سنگین این فاجعه دلخراش را کمتر کند، توسط حاکمیت چپاولگر و از خدا بی خبر جنایت شمرده شده فرزندان این گونه ازدواج‌ها از تمامی حقوق شهروندی و انسانی به کلی محروم می شوند و مفتی‌های درباری بجای فرهنگ سازی کردن و تشویق جامعه به تکاتف و همدوش بودن به ساز پادشاه جنایتکار میکوبند و میرقصند. زنی دوم شدنی من مثلا در کارخانه در کار زن نمیتواند به شوهر باشد. من آشکارا حرف میزنم، همه مردم با او با چشمی بد نگاه میکنم. چه که پرسی از تو دیگر چی طلب میکنم، برای همین من باید شوهر میکردم و خیلی شاید با محبت باشد، شاید به محبت که من به قرار اومدم که باید به کسی برسم و خیلی گرفتم زنی دویم شد. بیپدری طفولت زیبا را در کالبد کودکان تاجیک زنده به گور کرده است. این دستان کوچک هرگز به خود پوست نرم و نازک کودکانه ندیده اند. از همان لحظه های اول زندگی با پوست زمخت و پینه زده کارهای سنگین انس گرفته است. آموزش تعلیم که در تمامی جوامع بشری حق مسلم هر کودکی است، برای نونهالان تاجیک خواب و خیال بیش نیست. روزی چی فکر شرایط نیست. همون روزی آمدیم خوندن در ریاضی بعد رفت داخلش نمون نمیخونیم، شرایط نیست. اگر خیلی شرایط نیست میخونیم بعد داخل میشیم اونجا دانشگاه دا. شرایط با که نیست. اگر روز ما خونم شرایط خونه هیچ نیست. خونه را چی میبریم مویسو. شرایط پول نیست. شرایط نیست، پول نیست. فکر میکنم با دیگه دکتر میبینم خودم میخونم با زیق بشم.
شمع کم سوی امید و آرزوهای شیرین رشد و تعالی در سینه این کودکان آواره و بی سرپرست در زیر فشار کارهای سخت خاموش می گردد. خانواده هایی که مجبور شده اند دلبندانشان را از زیر چنگال ناداری و بدبختی فراری داده به سوی آینده کور روانه ایران کنند، امروز با واقعیت بسیار تلختر از فقر دست به گریبانند. فرزندانی که ایمان و خداپرستی از قلبهایشان ربوده شده در کالبدشان حقد و کینه و قبر پرستی کاشته اند. شیعیان تکفیری با دلهای پر از حقد و کینه و خونخواهی و انتقام از تاریخ دروغین و باورهای من درآوردی که آخوندهای صفوی در اذهانشان کاشته اند با ظاهری آراسته به تقیه به تاجیکستان بازگشته اند. این جوانان مسخ شده ناموس دختران تاجیک را به نام صیغه به آلت شهوت شیعیان ایرانی که برای عشرت و شهوترانی به این کشور می آیند می فروشند. بازار روسپیگری و ناموس فروشی به نام مذهب تشیع با عنوان ازدواج موقت یا صیغه منبع درآمدی شده است برای شیعه های تازه به دوران رسیده تاجیک. گورهای آتشین عذاب در انتظار ظالمان ستمگر است. همه مشکلش چی که خیلی میگیم گوشنه نمونه، لوچ نمونه، خیلی نگاه میکنیم نه همه خیلی سیرن گوشنهیم خیلی که همینا عذاب نکشه گفته خیلی نگاه میکنیم. خیلی به پدر به وایا میرسه که اصونش نمیدونم چی میشه و که اینا بخت اینا خیلی که تقدیر اینا من نمیدونم چی میشه به پدر. یک گروه از روحانیان تاجیک از زنهای این کشور یعنی از زنهای تاجیک درخواست کردند، دعوت کردند که در ازدواج با پیروان اهل تشیع که میان آنها ازدواج موقت یا همون طوری که میگن صیغه رایج است از احتیاط کار بگیرند. دلیل روحانیان تاجیک هم این بوده که برخی از زنهای تاجیک به آنها مراجعت کردند و گفتند که آنها در چهارراه‌های زندگی در چهارراه‌های زندگی واموندند، چون به قول آنها این زنها با افراد زندگی کردند که چند مدت در کنار آنها بودند و سپس آنها را تنها گذاشتند و رفتند و این زنها گفتند که واقعا این اشتباه از طرف آنها رخ داده و چون آنها تا این وقت نمیدونستند که ازدواج موقت هم در کنار ازدواج دائم هست. بنابراین روحانیان تاجیک گفتند که بهتر این است که ما در ازدواج آگاه باشیم و به زنهای خودمان درست بفهمونیم که در کنار ازدواج دائم که داشتند ازدواج موقت هم هست و این ازدواج موقت را اکثرا پیروان اهل تشیع قبول دارند. در چند وقت پیشتر هم طوری از رسانه‌های تاجیکستان، رسانه‌های محلی همچنین رسانه‌های خارجی هم قبلا این خبر را داده بودند. برخی از زنهای تاجیک حتی به کنسولگری ایران در دوشنبه مراجعت کردند و گفتند که آنها با چندی از شهروندان این کشور گویا به قول این زنها ازدواج کرده بودند، ولی بعدش این مردان این زنها را تنها گذاشتند و رفتند. زنهای تاجیک وقتی ازدواج میکنند از مردان مهر، همون طوری که در ایران و کشورهای دیگر اسلامی رایج است، مهر دریافت نمیکنند، یعنی حق زیاده نمیگیرند که بعد از اون که مرد از کنار آنها رفت با اون مهری که اونها دریافت کردن زندگی خودشون پیش ببرند. و مشکل اصلی هم این است که زنهایی که حالا ازدواج موقت میکنند در تاجیکستان بعد اون که 2 یا 3 ماه همسرشون از کنار آنها میرود، اونها هم تنها میمونند، هم بی سرپناه و هم بی سرپرست. ظلم و ستم کمرشکن از رحم مشقت و سختی نسلی آینده ساز میزاید. زنجیرهای استبداد تشیع خونخوار صفوی پس از فروپاشی از گردن ملت آزاده ایران زمین به خاک می افتد و افکار و اندیشه های پوچ و تکفیری آن از دیار تاجیک رخت بر می بندد و فرزندان مخلص و با ایمان این سرزمین به زودی آینده کشورشان را به دست می گیرند. بازوان آینده سازان مؤمن این خاک و بوم چون عصای موسی علیه السلام دل دریای وحشت را در هم می شکند و فرعون و فرعونیان را در قعر ظلم و ستمشان برای همیشه دفن می کند.
و بت تشیع سامیری را در هم می شکند و تاجیکستان جایگاه و مکانت لایق خیش را در جهان در می یابد و خواب صادق فیلسوف شرق اقبال لاهوری تحقق می یابد. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام، تا به دست آورده هم افکار پنهان شما. مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما. تا سنانش تیزتر گردد فرو پیچیدمش، شعله ای آشفته بود اندر بیابان شما. فکر رنگینم کند نظر تهی دستان شرق، پاره لعلی که دارم از بدخشان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما. حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. بله بینندگان عزیز و گرامی، این دردنامه و رنجنامه جوانان تاجیک بود. این مشکلاتی بود که واقعا این ملت با اون گرفتارن. این واقعیت‌های جامعه تاجیکستان هست. این مشکلاتی است که مردم در اونجا با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنن، اما عده‌ای با بیشرمی و بی‌حیایی هنوز هم انکار میکنند. هنوز هم میگن که نه، دنیا گل و گلستان است، در تاجیکستان خیر و خیرت است، هیچ مشکلی هم مردم تاجیکستان ندارن و این شبکه هایی که دارن در این مورد صحبت میکنن اینها شبکه های داعشی هستن، اینا مزدوران نمیدونم استخبارات آمریکا و بریتانیا هستن. من واقعا متاسفم برای کسانی که تا هنوز هم اینطوری دارن فکر میکنن. احمد جان، اگر که تماسمون با جناب پروفسور شاکر حکیموف برقرار هست لطفاً به من اطلاع بدهید. بله، سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. جناب پروفسور شاکر حکیموف، معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، صدای من رو دارید؟ خب، تا برقراری تماس دوباره کلیپی رو دارم که دوستان عزیزمون اگر صدا و تصویرش رو پخش بکنن از لپتاپ من خدمتون پخش میکنم. این کلیپ رو با همین کلیپ رو میبینیم تا تماسمون با جناب پروفسور شاکر حکیموف برقرار بشه. سوک میستو درازی نیست؟ نه، کوش کمی یا درخت شاخی درخت میشکستیم میگفتی که حقیقتا شکسته مایل قصور کنین. دانه گوگل نشکسته که باشوره یا 21 سال یا عمر آدم دو دست. همین هم حقیقته. کنی حقیقت، کنی یک آدینانه کور کنی کجا هست؟
چیکار کرده است اینو؟ همین پاکستان رو خواند از گناهکاره. شما مقصدی بعد این باره مراجعه کردن نداشت؟ بیای برو بولولامه بخشیده من بولو رفتم و فرقش چی؟ من راضی نیستم یا حکومت سیکشون ذره راضی نیستم برای اینکه اینا رو بگونای شما دستن قرار پرزیدنت بود خواهی اومد وای نموند که پاکستان تا مثلا تروریست پاکستان میموت خوب در نمیشه اومد کو وطن خودش اومد وطن خدمت میکنه گفت اومد جای خدمت رحمت همین خلای برای ثبت کردنش یکم جایگاه شکایت کردن نیست. شکایت کجا کنه؟ هیچ که گوش نمیکنه. شکایت کاساتسیونی کردن؟ شکایت کاساتسیونی نوشتنی؟ کاساتسیونی من نمیفهمم کاساتسیونی چی گپای ما عمرم خیانت نکردم این خیانت رو بد میبینم نمیدونم که کجا شکایت کنم نویسم پرتوی نمیشه جهان بفهمه که حقیقت نیست همین تاجیکستان دا حقیقت باشه 21 سال گفتن یک عمر آدم های نخواد همین خیلی میشه انسانگاری کجا دا خانی یک عادلانه کار یک کور یک گناه کنه مایلی یگان کس بمبره یگان کس بکشه مایلی خوب پسر کن چی گفت آخران سخنش چی گفت پسر کن آخران سخنش گفت که من راضی نیستم برای اینکه ما گناه نکردم یگان تاش همه را به فشار گل کرده گردنمون نگه به فشار کرده که همه طورا همه تلویزیون که گاز میگه فشار خاطی گاز میگه اینم درد دل پدر تاجیک بود که فرزندش رو به زندان انداختن. احمد جان مشکل تماس برطرف شده؟ خب عزیزانمون از تاجیکستان اگر در مورد مطالبی که ما مطرح کردیم دوست دارن که اظهار نظر بکنن اسکایپ برنامه رو اعلان میکنیم و وصال حق بله دوستان عزیز زحمت کشیدن اولین تماس را از تاجیکستان میگیریم. بله بیننده گرامی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. من محمد ابراهیم هستم. محمد ابراهیم برادر عزیز بفرمایید. در ناحیه ما قریب 110,000 آدم زندگانی میکنن و فکرم یک 20 نفر ماندن که ریشدار. درست. در جایی که میروند میقپن رشاد ما را گفته ایستاده‌اند. درست. تشکر از شما محمد ابراهیم. صدای شما رسید. رفت ما دعا الله متعالفتون کنه. تشکر از تماستون. خدا نگهدارتون. جناب پروفسور شاکر حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان صدای من رو دارید؟ تشکر و علیکم السلام. زنده باشید. جناب پروفسور من عذر میخوام از اینکه شما تا این دیر وقت شب منتظر ماندید مشکلی در تماس بود عذر ما رو بپذیرید. ما در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما در مورد مشکل بیکاری و هجرت جوانان تاجیک و فرار مغزها از تاجیکستان است. دوست داریم که نظر شما رو به عنوان معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در این مورد بشنویم. تشکر. سوال خیلی مبرم است و واقعا امروز مسئله اساسی این تحکیم دولتداری معاصر تاجیک و تشکل جامعه شهر بله نظام سیاسی به زمان معاصر باید بله رعایت تعلیق مقرر نموده قانون اساسی و آزادی رقابت در تمام ساحه‌های مناسبت‌های جمعیتی و به خصوص در سیاست و مناسبت‌های اقتصادی کنیم. ولی باعث تأسف است که پدیده و خوبه.
مثل اینکه اینترنت جناب پروفسور شاکر حکیموف مشکل داره. اگر دوستان تماس با ایشون دوباره برقرار شد و مشکل رفع شد به من اطلاع بدن. تماس بینندگان رو میگیریم. برای سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. به سال حق بفرمایید. برادر برایم برادر توجیک که هم مقصد خب هستن هم چیان بخیزن و خیزن کنن یا روز هم ریلون کنن بخیزن هم خلق بخیزن. سبحان الله هم میگه تمام با گفتن کار بود نمیشه و عمل کن در کار. درست. همه ما چطور محکم کن ریشو نمیمونه فرض الهی را قد کنن نمیخوان یا اون چیزا نمیخوان یا پروستا همین طاقوتایی که در گیم با چوش تگن در منبعش تگن که حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که زمانی میگه که امتهای ما همین گیم که همین علماء در منبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میشینن جایی که باید با شیطان محاربه کنی سخن شیطان میگن. سبحان الله یا همشون یا منافقان یا یگان در وجودشون یگان ذره ایمان ندارن. سبحان الله بخیریم برادرها هم کلی تاجیکستان کلی مسلمان ها سبحان الله بخیریم بدبخت های طاغوت ها را نیست کنیم. تشکر میکنم از شما برادر عزیز. تشکر از شما. زنده باشید. البته من در مورد این حرفشون که همه منافق هستن، خیلی از علمای تاجیکستان هستن که در راستای حقگویی زندان شدن، شکنجه شدن، سالها در سیاهچالها بودن. خیلی ها هنوز هم در خانه های خود زندان هستن، آزاد هستن، به نام آزادی زندگی میکنن، اما در حقیقت در چهار دیواری خانه خودشون زندانی هستن. الحمدلله علمای بزرگواری ما در تاجیکستان داشتیم که در مقابل ظلم سخن حق را گفتن، ولو اینکه به قیمت جانشان هم تمام شد. انسان‌های آزاده‌ای بودند که ولو اینکه عالم نبودن یا اصلا متدین نبودن، درس دینی نخوانده بودن، اما آزاده بودن، انسان‌های آزاده. حرف سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه که می‌فرماید اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید. انسان‌های آزاده‌ای که در مقابل این ظلم و ستم سکوت نکردند. تماس بعدی رو می‌گیریم از طریق اسکایپ. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز تاجیک بفرمایید. استاد گرامی سلامتی رو خوبم تو اینجاست که سلامت باشید بزرگوارید. کمی بلندتر صحبت کنید، صدا شما داره پخش میشه. بفرمایید. بله الو بفرمایید. از تاجیکستان هستم. برای شما مقصد امروز فقر بکوری در تاجیکستان است. فانه شوکی جان حکیم فرقای کردم با سیاسی بازرگان فعالیت نمیتوانم. امروز یک بازار که اعضا اگر باشد قانون فعالیت وی آزاد است، اما متاسفانه یا دکان دارد یا زمین باید که نمیدونم درست هیچ دست کشیدنش رو بله دوستان کمی صدا رو در استودیو تقویت بکنن. بفرمایید. بله من تشکر میکنم از شما. تماس شما کمی مشکل داره، صداتون قطع و وصل میشه. اگر دوباره تماس بگیرید برادر عزیز. آقای عبدالقدوسی بفرمایید. بفرمایید. آقای عبدالقدوسی. تماس بعدی از طریق اسکایپ بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. من خواهش میکنم عزیزانی که اگر اینترنتشون خیلی ضعیف هست تماس نگیرن، چون که مشکل در صدا ایجاد میشه و ما نمیتونیم پیام شما رو دریافت بکنیم. بیننده بعدی از تاجیکستان بفرمایید.
تماس بعدی بفرمایید از تاجیکستان. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هستم از شهر روسیه. بفرمایید. واقعا دارید با من صحبت میکنید برادر عزیز، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. زنده باشید. مهاجر تاجیکستان، من توی شهر روسیه. بفرمایید. صدای منو دارید آقای انصاری؟ بله بله صدای شما رو دارم. اتفاقا برنامه ما در مورد امثال شما عزیزانی است که مهاجر شدید از تاجیکستان و دارید در روسیه زندگی میکنید. بفرمایید، دوست داریم پیام شما رو، نظر شما رو در این مورد بشنویم. بفرمایید. خب مثل اینکه تماس اسکایپ این عزیزمون اشکال داره. ما از طریق تلفن، شماره تلفن رو هم دوستان عزیز اگر لطف بکنن زیرنویس بکنن، تماس‌های را از طریق تلفن میگیریم و امیدواریم که تماسمون با جناب پروفسور شاکر حکیموف و یا مهمانان دیگری که در لیست تماس‌ها هستند با اونها هم تماس بگیرن عزیزانمون تا صدای این بزرگواران رو داشته باشیم. جناب پروفسور حکیموف، صدای من رو دارید؟ جناب پروفسور شاکر حکیموف، معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما صحبت‌های شما رو میشنویم. بفرمایید. البته مسئله مهاجرت و بیکاری در داخل تاجیکستان این موضوع رقمیت است و اهمیت استراتژی دارد، چون که ضرورت برای بنیاد دولت ملی معاصر است و تمام ارمان‌های ملت در رابطه با عملی نمودن هدف‌های قانون اساسی از سطح و صفت زندگی مردم وابستگی دارد. اما با وجود تأسف است که با وجود قبول گردیدن سندهای حقوقی محیط مساعد برای فعالیت اقتصادی وجود ندارد و اکثریت شهروندان تاجیکستان وادار میشوند که حق قانونی خود را برای مهنت در خارج کشور عملی کنند و این پیامد منفی دارد، زیرا که زمینه‌های خودشناسی، خودآگاهی و سطح فرهنگ آنها را کمتر می‌کند، صمیمیت کمتر می‌شود و از عادت و عنعنه‌ها دور می‌شوند، زیرا که تحت تاثیر فضای اطلاعاتی کشورهای خارجی می‌مانند و سالها امکانیت آمد و رفت را به وطن ندارند و بنابراین موافق مقصد می بود که برنامه‌هایی که دولت تاجیکستان قبول می‌کند خصوصیت واقعی داشته باشد و با طلبات شهروندان موافقت کند. مثلا نامکملی قانونگذاری، زیاد بودن نمودهای انداز، فساد، بلند بودن فایده خرجی که صاحبکار میگیرد، دخالت غیر قانونی به فعالیت صاحبکار یا تجار، نبودن شفافیت در مناسبت میان صاحبکار و دولت، کم نقطه نظر انتقادی تقریبا به نظر نرسیدنش در فضای اطلاعاتی تاجیکستان و موضوعهای خصوصیتی تحلیلی داشته مورد بررسی نشدن آنها در صدا و سیمای کشور با اتهام گردیدند که کارخانه ها از کار مانده‌اند و اگر
کم و بیش کارخانه ها هستند، پس محصولات اونها نه تنها طلبات بازار ایرانی، همچنین طلبات بازار داخلی را کامل نمیگردانند. در نتیجه سطح و صفت زندگی مردم پس شده است و مردمی که به حیثیت رسیده تقریبا تا 65 ساله کوشش میکنند که در خارج کشور باشند و خانوادشان را از طریق کشورهای خارجی و به خصوص روسیه تامین کنند. ولی با در نظر داشت برخوردهای ژئوپلیتیکی میان روسیه و بعضی دولت‌های سابق اتحاد کشورهای مستقل و در این زمینه از سیاست خارجی روسیه ناراضی بودن دولت‌های غرب به فعالیت مهاجرین کاری نیز تاثیر منفی رسانید و مجموع انتقال مبلغ به خانواده هاشان نیز کمتر گردیده است. بله. جناب پروفسور مشکلات است. بله. بنابراین باید محک اساسی معین کننده ثمره بخشی فعالیت دولت در تاجیکستان بله. این فعالیت کارخانه ها باشد و هرچی بیشتر فرا گرفتن شهروندان تاجیکستان با کار در داخل کشور باشد. بله. جناب تاجیکستان بله. به اقتصادیات ملی کار کنند. جناب پروفسور حکیموف جناب پروفسور حکیموف دولتی تغییر گردد. بله. حکومت اجراییه در نزد پارلمان واقعا حسابات دهنده باشد. درست. فعالیت کارخانه های به خصوص کارخانه های غیر دولتی و خصوصی بله. خلالدار نگردند. درست. جناب پروفسور شاکر حکیموف صدای من رو دارید شما؟ برای رشد استوار آن مساعدت میکنند. بله. جناب پروفسور حکیموف صدای من رو دارید؟ دیگر این است که بله. دانشجویان در دانشگاه ها میخونند، تحصیل میکنند، ولی وابسته به خیرتشان، دانش، استعداد، لیاقتشان برای پیدا کردن جای کار که معاش ارزنده داشته باشد و حق و زحمت آنها طلبات آنها را کامل میکرده باشد نیست و چون مشاهده میکنند که نه استعداد و پرستش دانش باعث رسیدن به هدف و پیدا کردن مقام ارزنده در دولت و جامعه تاجیکستان بوده است. صفت تعلیم نیز در مؤسسه‌های تحصیلاتی پستر شده است. بله. و جناب پروفسور حکیموف اگر صدای من رو دارید دوستان اگر که لطف کنن مؤسسه های تحصیلات عالی یا میانه مخصوص باشند یعنی کالج ها و دانشگاه ها نیز به روسیه و دیگر کشورهای خارجی همچون مهاجرین کاری می روند. درست. اما کفالت اجتماعی حقوقی و امنیت آنها تامین نگردیده است و در دوام سال شماره بسیاری مردم آسیب‌پذیر یا مردمی مهاجر کاری به نظر می‌رسد که این نیست باعث نگرانی شهروندان در داخل کشور و روی افتادگی آنها نیز شده است. بله. جناب پروفسور شاکر حکیموف اگر صدای من رو دارید دوستان اگر لطف بکنن که امکان این رو امکان برقراری تماس دو جانبه باشه با جناب پروفسور شاکر حکیموف. قانون ها واقعیت تاجیکستان را افاده نموده حقانی در منطقه های ملی موافقت کنند. در اون صورت میتوان هم مسئله مهاجرت مهنتی را حل کرد و هم در تاجیکستان
صلح و ثبات را تحکیم بخشید. اما برای حل کردن مسئله های اولین درجه به ویژه خصوصیت اجتماعی یا اقتصادی دارد، دایره های معین کوشش میکنند که توجه مردم را به مسئله های دوم درجه جلب کنند. بله جناب پروفسور شاکر حکیموف تهدید و خطر را از عامل های داخلی و بیرونی در ذهن مردم تشکل دهند. درست. جناب پروفسور شاکر حکیموف، جناب پروفسور حکیموف، اگر صدای من رو دارید، اگر ما خواهیم که تهدید و خطرها چه از داخل و از بیرون و تمامیت ارضی، یکپارچگی تاجیکستان و استقلالیت آن با در نظر داشت آرمان هایی که از قانون اساسی این کشور برمی آید کمتر باشد، پس اولویت به اقتصادیات و رشد استقلال دولتداری داده شود. بله، تشکر می کنم از جناب پروفسور شاکر حکیموف. صدای من رو دارید؟ صدای من رو دارید جناب؟ بله جناب حکیموف، صدای من رو دارید؟ بله، مثل اینکه جناب پروفسور شاکر حکیموف صدای من رو ندارن. اگر دوستان این مشکل رو برطرف بکنن که ما سوالاتی هم از جناب ایشون دارم در مورد مطالبی که ارائه کردن که بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. ایشون در لابلای صحبتاشون در مورد مشکلات امنیتی که ایجاد میشه و اینکه فرهنگ و ملیت یک شخص به باد فراموشی سپرده میشه وقتی که مدت طولانی در کشور بیگانه زندگی میکنه و رفتاری هم که در اونجا میشه با مهاجرین تاجیک یک رفتاری است که یک به اصطلاح ارباب با یک نوکر خود میکنه. اون دیدی که روس‌ها به مردم تاجیکستان دارن و اون دیدی که روس‌ها به مسلمان‌ها عموما دارن، اون داغ‌هایی که در سینه اینها هست نسبت به مسلمانان تاجیکستان و افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی در آسیای میانه، سبب میشه که اینها رفتار خیلی زشت و زننده داشته باشن با مهاجرین تاجیکی. دوستان اگر که تماسمون دوباره با ایشون برقرار شد به من اطلاع بدن و الا بیننده بعدی و مهمان عزیزمون استاد عبدالله میدانی رو وصل بکنن که انشاءالله صحبت‌هایی هم با ایشون داشته باشیم. از طریق تلفن بیننده ای رو میگیریم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. من هستم امانالدین، با برادرم احکام از تاجیکستان هستم، از شهر دوشنبه. امانالدین برادر بزرگوار، بفرمایید در رابطه با موضوع برنامه صحبتی دارید میشنویم. من بسیار از برنامه های شما خوشم میآید و بسیار تشکر میکنم از برنامه های شما و بسیار از کارهای شما، از کارهای نیک شما، از گپ‌های شما، از سخن‌های شما بسیار خوشم میاد. برادر محمد انصاری، سلامت باشید. الله متعالفتون کنه. خداوند جزای خیرتون بده. زنده باشید. تشکر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی از تاجیکستان. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخوایم با انصاری صحبت. شما دارید با من صحبت میکنید برادر عزیز، بفرمایید، صداتون داره پخش میشه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. عبدالواحد از تاجیکستان. عبدالواحد برادر عزیز بفرمایید. تمام مسائلی که شما را کردید از طریق جمهوری ضرورت نکی در بیان کردگی ما از همش در ضرورت که راستی سرزمین ما تهدید در آرام انانوی اهل تشیع آید در سرزمین. بله. و موسفید که طرف گرفته صحبت کرد. بله. زندان شده کرد. اما سوال همیه بر تاریخ در مستفاد قدر که تو چی امی شوان ما بچه برای چی او را هیچ کسود در حال که ضرر
خود امام ابو حنیفه تجدید مذهب حنفی و خاطر اهل تشیع آمدن ابو بکر کردن همسر برای امام ابو حنیفه میان شبه در بدبختان از ایدایش مذهب بود و سبب اهل تشیع کردن در اسلام عزیز یگو. بله. عبدالواحد برادر عزیز و بزرگوار، انشالله ما در برنامه‌های بعدی در مورد خطر تشیع در تاجیکستان هم انشالله ویژه برنامه خواهیم داشت و در این مورد هم صحبت میکنیم انشالله. آمین. استاد گرامی، اما فقط یاد این مسئله که بعد که گویا پروژه در ایران تحت داشته بود، عین حال ما بچه کردیم هم شیدگیان و درجه اولیش در سرزمین ما خطر کلان دارند که اگر باینده خدای نکرده اونو بیاین یا اعتراف دیده سرزمین ناآرام‌تر شود. بنابراین و غیر از آنه که و علما را میکشند میکشند چون نمی‌فهمند دیگه بنابراین انا خداوند شما را زنده باشید، سلامت باشید. تشکر از شما، الله مطالب ستون کنه. تشکر برادر عزیز، من تشکر میکنم. البته تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سبحان الله الحمدلله. این شبکه وصال حق هست؟ شبکه وصال حق. بفرمایید برادر عزیز، صدای شما داره پخش میشه. خیلی تشکر میکنم از این شبکه و خیلی خوشحالم هستم و خدا قسم خیلی باز شد که میخواستیم با شما صحبت کنیم. الحمدلله الحمدلله. شما را خداوند برکت یا خیر یا نگهبان باشه، در حق ما دعاگو باشه. سلامت باشید، الله مطالب ستون کنه. تشکر از تماس شما برادر عزیز، تشکر از تماس شما. خدا نگهدارتون. بیننده بعدی رو هم از تاجیکستان میگیریم. برای سلام علیکم. بله بفرمایید. الو. بله سلام علیکم. سلام علیکم. وصال حق هست؟ وصال حق. بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. صدای تلویزیون رو ببندید. صدای تلویزیون رو ببندید. بله بفرمایید. بله بنده عبدالله محقق، کارشناس دینی از تاجیکستان. عبدالله محقق، کارشناس دینی از تاجیکستان، حنفی مذهب. کارشناس دینی از تاجیکستان. شما در کدوم مدرسه دینی احناف درس خوندید؟ بنده اکادمی اسلامی ختم کردم. در کجا؟ آقای عبدالله شما صدای تلویزیونتون رو نبستید، صدای تلویزیونتون رو ببندید. پس بله 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 باقی پس کنید. الو. بله برادر عبدالله شما در کدوم مدرسه دینی احناف درس خوندید؟ من در مدرسه علومی بخارای شریف نزد استادان اهل سنت و الجماعت. چند سال در ایران درس خوندید؟ در ایران حرف نخوندم. بله شما در صفحه شخصی خودتون در فیسبوک نسبت به شبکه جهانی وصال حق گفته بودید که این شبکه وصال باطل هست و حرفای اینا نادرست است. آقا عبدالله شما مثل اینکه فارسی درست متوجه نمیشید. در ایران به شما فارسی خوب یاد ندادن؟ گوش کن. اولا که بسم الله الرحمن الرحیم، مؤمن دروغ نمیگوید چون در تو سیمای دینی و اسلامی دیده نمیشود. تو ایمان داری یا نه که پیش از ابتدای بسم الله و تحقیر میپردازی سخن را به ایران میگروی؟ من از همون تشیع سنگی بیزار هستم، اما خود دستگاه اطلاعاتی حرکت‌های ارتجاعی تروریستی هستی. آقای عبدالله در این مورد صحبت کردم. شما چهره شما آقای عبدالله، دوستان عزیز یک لحظه دوستان صدای این رو بیارید پایین که حرف منو گوش بکنه.
این چون که بزرگ شده در مدرسه خمینی و خامنه‌ای بزرگ شده، این ادب و اخلاق صحبت کردن و بلد نیست. این عبدالله محقق یکی از مزدوران رژیم خمینی است، یکی از حقوق بگیران رژیم ولایت فقیه برای ایجاد تفرقه در تاجیکستان. این کسی است که ناموس‌های تاجیک رو به آخوندهای شیعه به نام صیغه میفروشه. این کسی است که بیش از 3500 نفر جوانان تاجیک رو برای یاد گرفتن مذهب لعن و نفرین و توهین و اهانت به اصحاب پیامبر به ایران فرستاده. این انسانی است که بینندگان تاجیک همه آگاه باشید، این انسان در صفحه فیسبوک خود نوشته که وصال حق وصال باطل هست و اینها تروریست هستند. ببینید اینا که خودفروخته ایران هستند، این خودفروخته های ایران به جای اینکه بیان از درد ملت تاجیکستان صحبت بکنن، دارن به ما توهین میکنن. ملت تاجیکستان چهره های کثیف این خودفروخته های ایران رو بشناسید. در تاجیکستان اینجا ما در مورد بیکاری در تاجیکستان صحبت میکنیم، ما اینجا در مورد مشکلات مذهبی و اجتماعی تاجیکستان صحبت میکنیم، ما امروز در مورد بستن مدارس و مساجد صحبت میکنیم، در مورد برداشتن حجاب و منع کردن از رفتن به مساجد صحبت میکنیم، در مورد ممنوعیت سفر حج صحبت میکنیم برای جوانان زیر 35 سال. و این نوکر قم، نوکر خمینی، نوکر نظام فاشisتی ایران، این انسان اومده داره به ما میتازه، به ما توهین میکنه. ما که اینجا حرفی نزدیم، هر چه گفتیم از زبان ملت تاجیکستان گفتیم. امروز ببینید که اگر کمونیست است، اگر سوسیال است، اگر دموکرات است، هر دین و مذهبی داره از ملت تاجیکستان صحبت میکنه. غیر از این خودفروخته های نظام خمینی و خامنه‌ای که دارن بر علیه ملت تاجیکستان کار میکنن. و فارسی هم متوجه نمیشه که من با این آقا ببند آقا، صدای تلویزیونت رو ببند. آقا عبدالله صدای تلویزیونت رو ببند. بله گوش کن آقای انصاری، تو هم آقا عبدالله محقق در مورد من صحبت نکن، به من کاری نداشته باش. موضوع برنامه ما بیکاری در تاجیکستان، مشکلات جوانان تاجیک است. اگر تو واقعا تاجیک هستی و خودت رو به ایران نفروختی، در مورد تاجیکستان صحبت بکن. گوش کن، من مشکل تاجیکستان است، تو مشکل کرده. تاجیکستان مشکل ندارد، تاجیکستان ما مشکل ندارد. تو باری فروخته شده، تو باری خائن، تو باری خدمات جاسوسا در کار میکنی که شید نمیانگیزی. تموم شد؟ اینا که اسمتون بود، ببین خائن آقای عبدالله محقق، این خائن و منافق که این جزء اسمای شماست. بیشتر از این خودتون رو معرفی بکنید، بیشتر از این هم خودتون رو معرفی بکنید. بنده گوش کن، اسم اصلی تو بگو آقای عبدالله محقق. آقای عبدالله محقق اسم اصلیتون رو بگو. اسم اصلی اسم اصلی من چی نام دارم؟ من مسلمانم. شما جرأت نداری؟ شما جوربای، ببین اسم جوربای است. جوربای، شما اسم اصلی تو بگو. شما خودفروخته های ایران اسمتان را هم عوض کردید، اسم خانوادگی خودتون رو عوض کردید تا ملت شریف تاجیکستان چهره های کثیف شما رو نشناسه. ما اینجا در مورد ملت تاجیکستان صحبت میکنیم، تو داری به ما توهین میکنی. تو دشمن ملت هستی. گوش کن ای انصاری، تو دشمن ملت هستی. تو اقدام میانگیزی. تاجیکستان آرام تو اینجاست، همه مسلمان ها آزاد هستند. تو خود فروخته این دستگاه اطلاعاتی اکتیویته تأسیس داده بر ضد ملت مسلمان تاجیکستان. و تو کی خندست این معلومات های دروغ به تو میتین؟ اون نفرهای خائنی فروخته شده. برای از خدا بترس. تو وقتی که یک انسان تکفیر میکنی، وقتی که یک ملت اقدام میانگیزی، تو بترس از خدا، از پیامبر خدا بترس. الفتنه اشد من القتل قال تعالی. فتنه رو شما انداختید در تاجیکستان. فتنه رو یک لحظه گوش کن. الان که آقای عبدالله محقق الان گوش کن حرف من رو. فتنه رو شما انداختید که از ایران عقیده رافضه‌گری رو در تاجیکستان آوردید. حالا ملت تاجیکستان شما میگید در تاجیکستان خیر و خیرت است. ملت تو با ملت مسلمان تاجیک کار ندید. تو اصلا معلومات درباره تاجیکستان. تشکر میکنم.
من صدای این را قطع کردم. ملت تاجیکستان خودشون قضاوت میکنن. اینها کسایی هستن که دروغ میگه، اسمش عبدالله نیست. مرد هستی تو اسم تو بیا بگو که اسم واقعی چی است. جناب جوربای زاده، شما اسم اصلی تو بیا بگو که اسم اصلی تو چی است. ما داریم در مورد ملت تاجیکستان صحبت میکنیم. شما خودفروخته های رژیم ایران، شما کسانی که در تاجیکستان نفاق رو شما انداختید، در تاجیکستان دو دستگی رو شما ایجاد کردید، در تاجیکستان بین شیعه اصلا در تاجیکستان شیعه وجود نداشت، شما ایجاد کردید. ملت مسلمان تاجیکستان رو شما دو دسته کردید. جوانهای تاجیک رو شما میفرستید در ایران که از اونجا برگردن به ابوبکر و عمر و ابو حنیفه و اینا توهین بکنن. سبحان الله، اینها اومدن از ملت تاجیکستان صحبت میکنن. تاجیکستان خیر و خیرت است، ما کار نداشته باشیم به تاجیکستان، چون میدان خالی باشه برای شما مزدوران خودفروخته ایران که هر غلطی که دلتون میخواد در تاجیکستان بکنید. جناب استاد عبدالله میدانی با ما همراه هستن. بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد عبدالله، میبخشید که شما پشت خط موندین به خاطر این مزاحمی که از طرف ایران تماس گرفته بود. من خیر مقدم میگم به شما در برنامه و حرفای شما رو میشنویم. بفرمایید. زنده باشین، جزاک الله خیرا و متشکر هستیم که برای ما بنده وقت دادین و در این یعنی که جایی که فقط سخن حق گفته میشه و از حق دفاع میشود و حق پرستی است. و ما یک چیز میخواستم که کل مردمی که میشنوند و میبینند یک چیز خوب ذهن بگیرند که الان که این شخصی که تماس گرفتن یکم آداب اسلامی دیده نمیشد، زیرا که پروردگار برای ما امر میکند که وقتی که چی کشمکش و چی نافهمیایی که بین شما میاد، شما رجوع کنید به سوی کتاب الله و سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. اما که فعلا که ما دیدیم و به چشم سر دیدیم و مشاهده کردیم که متاسفانه این هفته سیوم می شود که یک انسانی که هسته از دین دعوا میکنند در حکومت تاجیکستان و شورای علمای تاجیکستان و دیگر مسئولین، یک نفر پیدا نمی شود که در این منبر بلند بشود و از حق بگد و با دلیل شرعی. متاسفانه و این معلوم از همون حالت خود این ملاهای درباره برمیگرد. شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند، این چیز این حالت معلوم است و دیدیم که چی رقم احترام برادر دانستان و چی رقم. یک چیز ما میخواستم که اینجا یک چند دقیقه که هسته برای ما یک چیزی نازک را میخواستم برای تمام مسلمانان روی زمین و خصوصا مردم متدین و مردم شریف تاجیکستان بگم که است که ما که میدونستیم تا به همین روز، تا روزی که رسال حق و مسئولین این شبکه حفظ برادری را کردند و دست به دست شدند با مسلمانان و از حال مسلمانان تاجیکستان برخوردار شدند، جانب مقابل فعل و خصلت یهود در بر گرفتند. تا به همین روز تعریف میشد که وصال حق شبکه اهل سنت است و وصال حق بگیم یک شبکه جهانی و شبکه درستی است که استفاده ببریم. امروز چی شد که سنگ میزنیم؟ آیا این خصلت یهود نیست؟ زمانی که عبدالله ابن سلام ایمان آوردند و نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند و یهودیا که وقتی آمدند پرسان کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم با مشوره یعنی که عبدالله ابن سلام با او گفتند که شما این یهودیا همون قوم دروغگو هستند، همون قومی هستند که اگر در ضد اونها سخن حق گفته شود اونها یعنی که رو میگردانند. همین زمان بود که پرسان کردند و گفتند که شما عبدالله را چی طور میشناسید، چی کسی هست؟ و یهودیا گفتند اون بهترین است و
فرزند بهترین است. درست. تو بیننده برادر عزیز ارجمند و شنونده ها، خصوصا همین نکته مهم است که بهترین است و فرزند بهترین است. زمانی که بیرون شد و از اسلامش و از شهادت دادنش در نزد رسول صلی الله علیه و سلم آشکار کرد، آنها چی گفتند؟ آنها گفتند این بدترین ما و یکی از فرزند بدترین هاست. خب الان دیدیم دیگه این مسئله رو بند می‌کنیم. درست. و باری دیگر میگیم که السلام علیکم و رحمت الله و برکات مردم متدین و مردم شریف تاجیکستان. من یک چیز میخواستم که یک چیز مهم میخواستم برای مردم اولا یعنی که بگم ای است که اولا ببینید مسلمانای تاجیکستان، مردم شریف، اولا ببینید که شما تدری شما اول شما از چی چیز سر زدگی است؟ آیا شما تاریخ خود فراموش کردین؟ آیا که سلمان فارس شما از قوم، از نسل، از ملت سلمان فارس نبودین؟ آیا که فیروز دیلمی این صحابه بزرگوار فارس زبان بودند؟ بله. اصحاب کرام که سلمان فارسی، فیروز دیلمی این فارس زبان بودند. این چی شد که امروز با سبب 90% مسلمان تاجیکستان یک گروهی که خلاف بدست هستند و تربیه کمونیستی را به خود گرفتند، امروز مردم در بدر کردند. چی سبب شد؟ سبب ای را من میخوام که اینجا کمی بگم انشاءالله باذن الله، زیرا که امروز روزی هست که دیگر فریب داده نمیشه مردم، زیرا که زبان بعضی انسان را میگیری، ایش یک نفر دیگر را میگیری، اما کل مردم را گرفته نمیشود. من یک چیز در تعجب میافتم که 500 600 700 تا 1000 نفر است که درد دل میکنن، شکایت میکنن، ناراضگی بیان میکنن، اما متاسفانه حکومتدارا این جمعی مردم را دیدن نمیکنن، باز هم شرم نداشته دعوا میکنن مردم دروغ میگوید. آیا شرم نمیداره شما؟ افسوس که شما دین الله را ترک کردین، شما اسلام شما دیده نمیشود، شما ضد پروردگارتون جنگ اعلام کردین، صرف احترام مردم را لااقل جابجا میکردین. متاسفانه دوام سخنی است که برادر عزیز شما ببینید که امام ابو حنیفه رحمه الله نعمان ابن ثابت یکی از امام‌های است که زیاده از 1.5 میلیون پیرو دارد در این زمین. آیا این از چی ملت بود؟ شما این چیز را لااقل در نظر نمیاد؟ اینا در اسلام به عزت بودن و اسلام را نام اسلام را همه وقت بلند می‌برداشتند. آیا عبدالله ابن مبارک نسل او، یعنی که او زاده ملت فارس بود، او را از یاد بردیم؟ مسلمانان تاجیکستان و مردم شریف تاجیکستان بسیار است اگر ما از تابعین و تبع تابعین و دیگر علما و ادبا اگر سخن بگیم وقت زیاد می‌رود، اما این مهلتی است، یکی از دقیقه است که ما را خوب به سمع مردم برسانیم. این است که امام بخاری که کتابش بعد از کلام الله می‌ایستد، بعد از کلام الله صحیح البخاری می‌ایستد، این مردم از کجا بود؟ امام بخاری ملت تاجیکی فارس. این چی شد که امروز این ملت، این مسلمان ها این سرزمین اینقدر در بدر و به آب روش درفته رایستند؟ این چی شد که افت مسلمان زیر تحقیر، زیر مسخره میگذرد؟ چی سبب شد که مسلمان های تاجیکستان را لطکوب میکنند؟ ما از یک نکته دیگر میخوام بگم که ما از این منبر برای علمای چی عرب است چی عجم است خواهشم ای است که اگر که ما گوییم که المؤمن اخو المؤمن، باید که ما دنبالگیری کنیم، باید که ما بریم حق را بگوییم. چرا که در تاجیکستان حکومت که معلوم است، باید ما حکومت را بگذاریم، او چیز معلوم است، اما مردم را باید ما دستگیری کنیم و بیدار بسازیم. که چرا که یک ابد ملاها که هستی، ملاهای درباری ما در نظر دارم، ما ملاهایی که الحمدلله که در عهدشان وفادار هستن او را نیم، ملاهای درباری
من یک حدیث هم میگم برای شما، یک آیتی را میگم. وقت این خصلت‌های یهود چی سبب شد که امروز ملاهای درباری خصلت‌های یهود به بر کردن؟ چی سبب شد؟ وقتی که یکی از خصلت‌های یهود این است، وقتی که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم به قوم یهود آمد و به آنها گفت که اون چیزی که به شما نازل کردیم، این یعنی که از جانب الله نازل شد، این حق است، او را پیروی بکنیم. یهود چی کردن؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا یعلمون. گروهی از آنها که با آنها کتاب داده شده بود، کتاب الله را پشت سر افکندند، گویا که آنها نمیدونند. این طور است که امروز ملاهای درباری کتاب الله را ترک کردند و این آیت کلام الهی را سوره بقره است. این آیت حدیثی که در شأن این آیت امام المعجم الاوسط للطبراني عن ابي برده عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل، هر وینا بنی اسرائیل کتبوا کتابا، نوشته کردن کتابای خدا، فتبعوه و او را پیروی کردن و ترکوا التوراة و ترک کردن تورات را. این سبب شد که امروز ملاهای درباری ترک کردن کلام الله را و پیروی کردن کتاب‌هایی که نوشته شده از جانب کمونیستا، از جانب دیگر قوم‌ها و دیگر قبایل‌هایی که ضد اسلام هستند و ضد مسلمان هستند. ببینید چرا که مردم مسلمان تاجیکستان یک مردم زحمتکش است، مردمی که میتواند که با کمک یگام حکومت دارد بازی نیست، با قوای دست، با کمک الله و با زراعت خود، با تجارت خود میتونن که یعنی که پیشروی بکنن. چرا که او را با زور سلاح سری او فشار میارن؟ چرا که تاجرای تاجیکستان نمیمانن که یک تجارت خوبی را انجام بدن؟ این چی سبب است؟ اینمی است که ما یک خطاب دارم به شورای علمای تاجیکستان و جناب استاد عبدالله اگر که جنبندی بکنید خلاصه تر، چون بینندگان زیادی داریم پشت خط، بفرمایید. درست است. ما از شورای علما ای از خواهش است که شما در طولی که مسئولیت نزد پروردگار گرفتین چه خدمتی کردین در مردم تاجیکستان؟ آیا خدمتتون این بود که سطح خواری ما از بین بره و ریش برادر ما گرفته شود، زندان سرتاپا از مسلمان ها هستند؟ چرا که هری حافظ قرآن قوم لوط داره انجام داده می شود؟ شما چی خدمت دادین کردین؟ خلاصه گپی است که افسوس متاسفانه که امروز ها می بینیم که نهایت خیانت در دین، در ملت، در سرزمین، در وطن، در فرهنگ، در هر سرتاپا در سرزمین تاجیکستان خیانت میگذره از جانب این کمونیستا و اون ملاهای درباری هستند و ما امید داریم که مردم شریفی ما، مردم متدین و مردم بناموس ما یک به یک شده، در یک صف راست شده و در یک وقت و زمان به یک یعنی که به یک عملی که میکنن که این پلیدها را شکست چه قلبی باشه، چه زبانی باشه، چه عملی میکنن انشاءالله. و یک نکته مهم میخوام بگم که برادر عزیز از داخل تاجیکستان این پیام است که هر این حالی یک گپی هست استاد عزیز که ما میخوایم که برادرایی که زندان ششتن و از زندان خارج شدن انمو انسان ها بگرن در این منبر سخن بگن، بعد مردم گوش بگیره که در داخل زندان های تاجیکستان چی میگذره. و ما میخوام که از زمین هر برادری که در زندان افسردگی است و بیرون شد و میفهمه چی است داخل زندان، اینجا ببره و سخن بکنه. و آخرین سخن من است که در پلی مارکت یک پروگرام به نام زیلا هست و زیلا او را بگیرین، یعنی با زبان روسی میگیم کچت کنین در تلفناتون و کانال تاجیکستانی نو است و او را علاوه بکنین و چی در میگذره، هر کسی ظلم میکنه، هر کسی که فشار میاره بیان بکنین و هستن برادرایی که الحمدلله این روزا کار کرده هستن و کارگزاری خوب دارن و تشکر به کل برادران میکنیم و تشکر زیاد میکنیم به برادرایی که از اول در این صف هستن، از اول تا به آخر انشاءالله امید داریم که این فرق نمیکنن و خدمت برای دین، برای سرزمین، برای ملت، برای فرهنگ، ناموس تا آخر، تا نفس آخر میکنن. الله خیرم از شما که
برای ما وقت دادین، فرصت دادین. بارک الله فیکم. ما یک سخن فراموش نکنیم که هر کسی که نسبت ما چیزی میگه این چیز یگان برعکس برای ما یک روحیه و یک قوت زیادی میبخشد. الحمدلله. جزاک الله خیرا. حیاکم الله. تشکر از شما. تشکر میکنم از جناب استاد عبدالله میدانی، کارشناس دینی و سیاسی. یک نکته‌ای که من بارها گفتم در دیگر برنامه‌ها که اخلاق و منش و فرهنگ ملت شریف تاجیکستان واقعا یعنی وصف ناپذیر است و تا الان همه تماس هایی که ما از ملت شریف تاجیکستان داشتیم، چه موافق چه مخالف، با ادب، با اخلاق و با تربیت بوده. غیر از اینایی که خودشون رو به ایران فروختن، چون در مدرسه آخوندهای رافضی بزرگ شدن، چون اخلاق و تربیت رو از آخوندهای شیعه رافضی قم یاد گرفتن، اینها اخلاق و ادب و تربیت تاجیکی رو فراموش کردن و ما از اینا گله‌ای نداریم. این آقایی که حتی از اسمش و اسم پدرش میشرمه، آقای خالبازار شریفوف یا جور بازار یا هر چی که هست، این عبدالله محقق، این دروغ میگه که اسمش عبدالله محقق است. ما فایل کاملی داریم از شما آقای عبدالله محقق و این کسانی که خودشون رو به ایران فروختن و ملت تاجیکستان رو دارن به ورطه نفاق، بدنامی و جنگ داخلی میکشانن. ما فایل کاملی از جنایات شما داریم، اما نخواستیم که در تاجیکستان این مسائل رو مطرح بکنیم. خوب شد که آقای عبدالله محقق یا خالبازار شریفوف نام اصلیشون که تماس گرفتید که دوستان، من از اینجا از همه همکاران عزیزمون در وصال حق خواهش میکنم که ملف شیعیان تاجیکستان، خودفروخته های نظام ایران در تاجیکستان رو در اولویت قرار بدن. بعد از این انشاءالله به سراغ شما خواهیم آمد و چهره واقعی شما رو آشکار خواهیم کرد که شما چطور ملت تاجیکستان رو دارید به طرف بدبختی میکشانید. روزی که اینایی که در قم دارید تربیت میکنید برگردن به تاجیکستان، وضعیت تاجیکستان از عراق و سوریه بدتر میشه. ملت تاجیک بیدار باشید. اینایی که در قم دارن درس میخونن، در دانشگاه مصطفی دارن درس میخونن، اینا کسانی هستن که اینها به تاجیکستان برگردن، همون کشتار و جنگ های شیعه و سنی و داعش و مشکلاتی که امروز در عراق و سوریه است در تاجیکستان تکرار خواهد شد. دولت مردان تاجیکستان، علمای اهل سنت، بیدار باشید. من یک نمونه از نفاق این عبدالله محقق یا خالبازار شریفوف رو خدمتتون نشون بدم. دوستان عزیز نشون بدن، این خبرگزاری ایران هست. من تصویر رو انشالله برای شما عزیزان نشون بدم که این کسی که به ما میگه که ما منافق هستیم و ما خود فروخته سرویس های اطلاعاتی به قول ایشون. حالا تصویر رو داری احمد جان؟ بله، نشون بدن دوستان عزیز. این سایت خبرگزاری ایران هست، ایرنا، سایت خبرگزاری رسمی ایران. هشدار پژوهشگر دینی تاجیکستان به نفوذ جریان سلفیگری در آسیای مرکزی. بعد از یک سری دروغ‌ها و حرف‌های بیخود و بی ربطی که در اینجا زده، در اینجا ببینید چی میگه. حالا شما قضاوت بکنید که خودفروخته سازمان‌های اطلاعاتی است. این نویسنده مسائل دینی تاجیکستان گفت امروز ایران تنها کشوری است که برای وحدت اسلامی تلاش می‌کند و برای گسترش و توسعه دول اسلامی تدابیر لازم را می‌اندیشد. محقق با تاکید بر این که امروز مشکل اساسی جهان اسلام همین کشور عربستان سعودی است افزود این اندازه که برادران ایرانی برای وحدت مسلمین در سراسر جهان گام برمی‌دارند، کشور عربستان سعودی عامل اصلی جریان افراطی سلفیه، از این اقدام ایران حمایت نمی‌کند. دوستان بشناسید این خالبازار شریفوف که در ایران رفته و اصل و نسب خود را فراموش کرده و اسم عبدالله محقق رو سر خود گذاشته، این به ما میگه که ما به اصطلاح حرف خودش که دیگه خودتون شنیدید، ما سرویس های استخباراتی و نمیدونم تروریست و فلان و از این حرفا. بشناسید اینها، این محقق، این خالبازار شریفوف و امثال اینها که در قم درس خواندن به تاجیکستان برگشتن، علت اصلی که امروز دارن از همه جنایاتی که علیه اهل سنت داره در تاجیکستان میشه اینا حمایت میکنن. دیدید تا حالا؟ بله، اینم تصویرش است، اینم تصویرش است با
پشت سرش هم می‌بینید تصویر خامنه‌ای. این شخص خودفروخته ایران، جاسوس نظام ولایت فقیه، اینها کسانی هستند که ملت تاجیکستان رو دارن به طرف بدبختی و فلاکت اینا سوق میدن. اینها اگر که امروز مساجد اهل سنت بسته میشه صدا اینا در نمیاد، حجاب دختر مسلمان اهل سنت از سرش برداشته میشه صداشون در نمیاد، فقط به خاطر این یک ذکری ما کرده بودیم از صیغه به اصطلاح که همین انسان ناموس تاجیکا رو داره در زیر پای آخوندهای شهوتران قم میاندازه. این انسان، من نمیخوام از کلماتی که شایسته این شخص است در این منبر جهانی استفاده بکنم، این چون بازار شما خراب کردیم. امروز فقط یک ذکری کرده بودیم در اون کلیپ در آخر، اونم حرف ما نبود، حرف خود تاجیکا بود، حرف خود خبرنگار تاجیکی که در مورد صیغه و تنفروشی که در تاجیکستان توسط آخوندهای قم را اندازی شده صحبت کرده بود. ببینید 1 دقیقه 2 دقیقه در این مورد رو تحمل نکرد این شخص. مساجد اهل سنت بسته شد صداش در نیامد، مدارس اهل سنت بسته شد صداش در نیامد. امروز فقط به خاطر اینکه بازار دلالیشو در تاجیکستان ما خراب کردیم، به خاطر این اومد اینجا سر و صدا را انداخت که ما فلان هستیم و الان هستیم. این قضاوت رو ما به عهده شما عزیزان میگذاریم. دوستان عزیز، با مهمانان دیگر اگر که تماس برقرار شده به من اطلاع بدن. باشه. من تعدادی از تماس‌های بینندگان عزیز و گرامی رو میگیرم و اولین تماس برای سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد مهربان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد مهربان، ما از برنامه شما خیلی خوشحالیم. زنده باشید. و از شما تشکر میکنیم که این چون که ملت مظلومی ما را به جهانیان شناسانده. این بدبختی که حاجی زنگ زده بود و شما تحقیر کرد، این بدبخت با مصلحت همین بدبخت ها این سطر برداشته شد از بالای خواهران مسلمان. درست. با مصلحت همین بدبخت ها امر معروف و از آن منع کرده شد. درست. اینها همون بدبخت های هستند که اینها همون سگانی هستند که به سوی محتاب میچکند، به محتاب هیچ زیانی رسانده نمیتونند. اینها همون سگان هستند. ما از اون سگان اینها رو کم نمیدونیم. تشکر از شما. نخواد که 97 استاد مهربان، بله 98% تاجیکستان مسلمان باشه و دین خودش را به مردم شناساندن کردن نتواند. نخواد که زرتشتی و مسیحی دین خودش را کش بوده بتونه و مسلمان ها ایمان نمید. اینها از همون زرتشتی ها هستند. اینها همون زرتشتی ها هستند که میگویند که ما از خون ما آتش زردوش هم از خون. اینها همون ها هستند. درست. اینها همون بدبخت ها هستند که با شما فوش میگویند. انشاءالله از همین روز اصول این بدبخت آزاد گشتن نمیتونه، این در خانه زندانی است انشاءالله. تشکر از شما. ما استاد، بله جان، ما نمیخوانیم که روز قیامت اینها با قدم رو با خدا و رسولش روبرو میشوند. اینها همون بدبخت‌های هستند که در تالاری که با جناب عالی ترسک زدن، اینها همون بدبخت‌ها هستند. ما نمیدونیم بله، ما نمیدونستیم که این بدبخت‌ها با اسلام دشمن هستند. ما مردم تاجیکستان در همه حالت و در همه چیز با این جناب و با اینها دستگیری میکردیم، چون ما نمیدونستیم که اینها با دشمن و با خدا و با رسول. درست. اینها همون بدبختا هستن. خواهش میکنیم از شما استاد مهربان از این آدم ها دوام دادن بگیره. درست. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. تشکر. الله متعال ارزتون کنه. زنده باشید. تشکر از شما. خب تماس بعدی رو هم از بله
برادر عزیزمون شمس الدین وصل هستند. فقط یک نکته رو من اینجا میخوام خدمت شما عزیزان نشون بدم، این که از حکومت ایران دفاع میکنه در مسئله‌ای که احتیاج به بحث نداره، منتها ما بارها این رو در این شبکه اعلان کردیم و گفتیم که اینها توهین و اهانتی که در کتابهاشون نسبت به اهل سنت دارن، نسبت به مذاهب اهل سنت دارن، نسبت به امامان بزرگوار دارن. این انسان میگفت که حنفی هست و به امام ابو حنیفه خودش رو نسبت میده. دوستان عزیز این رو نشون بدن. این الانوار النعمانیه هست از سید نعمت الله جزایری. این هم صفحه دومش در باره ناسبی، که ناسبی چه حقوقی داره و چطور باید با ناسبی برخورد کرد. ناسبی باید کشته بشه. ناسبی از علامات نواسب این است که تقدیم غیر علی علی علی، غیر علی رو بر علی مقدم می‌دارن و یکی از کسانی که اینها ناسبی می‌دانند و خونش رو حلال می‌دانند ابو حنیفه رحمت الله علیه است. و یؤید هذا المعنى ان الائمه علیهم السلام، ائمه شیعه علیهم السلام و خواصهم و شیعیان خاص اطلق لفظ ناسبی علی ابی حنیفه، به ابو حنیفه میگفتن که ناسبی است. حالا وقتی که ابو حنیفه ناسبی شد باید چیکارش کرد؟ جواز قتلهم، باید هر سنی حنفی رو کشت، جواز قتلهم و استباحت اموالهم، اموالشان را حلال بگیرید. و در اینجا میگه خود مال ناسب حیث ما وجد، مال ناسبی رو هر کجا که پیدا کردی بگیر و خمسش هم برای امامت بفرست. اینها با شما ملت تاجیکستان همین رفتار رو خواهند کرد که در این کتاباشون هست. حالا شاید که اینها و کسانی که فریب ایران رو خوردن بگن که خب اینو یه حرفی زده سید نعمت الله جزایری، فعلا حکام ایران که این کاره نیستن، این حرف رو نمیزنن. این کنگره همایش بزرگداشت عالم ربانی، دانشمند شهیر شیعه و فقیه آل قدر علامه سید نعمت الله جزایری است که در ایران هر ساله برگزار میشه. آخوندها جمع میشن در اینجا. شاید همین خال بازار شریفوف هم اونجا دعوت بشه در این جلسات. اینم اعلانش است که از طرف حکومت ایران پخش میشه و اینم قبرش است که خامنه ای، ببینید در مورد این شخص چی گفته. رهبر معظم انقلاب خامنه ای: تجلیل از مرحوم سید نعمت الله جزایری تجلیل از علم و معارف الهیه است. تولیت آستان مطهر علامه جزایری، این رو خامنه ای گفته. بعد این وطن فروش نوکر ایران میاد در مورد وصال حق صحبت میکنه. جوانان تاجیک جواب شما رو خواهند داد در این شبکه و در تاجیکستان. جناب استاد شمس الدین، کارشناس مسائل دینی، صدای من رو دارید؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار، من عذر میخوام از اینکه شما لحظاتی پشت خط موندید. بفرمایید، در خدمت شما هستیم و اگر نظرتون رو در مورد این آقایی که ادعا میکرد عبدالله محقق یا همین خال بازار شریفوف رو هم در شروع بفرمایید. پیش از آغاز صحبت آن گفتنی بودم مجلسی جزاکم الله خیرا والله انا احبک فی الله حبک الذی احببتنی فی. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان می‌فرماید انما المؤمنون الاخوه. الحمدلله شما به این آیت قرآن جوابگو هستین استاد عزیز، نه مانند این پلیدهایی که به نام عبدالله در تماس گرفت و این دروغین و این فتایینی که در تاجیکستان میگذرد میخواست باید پنهان کنن. اگر که شما را وای کذیب گفت، دروغگو گفت، اما این قدر ملتی که با شما در تماس میگن مگر این ملت دروغگو هستند؟ مگر این مظلومانی که در تماس میگیرند واقعی حقیقی تگاه میدن مگر ایا کذیب هستند؟ این رافیزیا، این آل یک تشه استادی عزیز، اینها خیلی زیاد هستند، برای زیرا که یا ناراحت میشون از کلمه ناحق. من استاد نمیخواستم که کلمات زیاد در حق این پلید بگم، برای که سخنانی که شما گفتید و دلیلی که شما آوردید این برای ها بحث است و بشینه که شما در اطراف اینا گام بزنیم برای اینها بحث است.
خب من میخواستم که در اطراف این مبارزه که با دین خداوند در تاجیکستان عزیز از تاریخ کدام روز و کدام سال آغاز یافت در اطراف این صحبت کنم. من خود در دانشگاه اسلامی به نام امام ترمذی اون زمان بود تحصیل کرده هم و این امام و این شورای علما را من از داخل میدانم، زیرا من در اونجا تحصیل کردم و عقایدهای برای آن میدانم. تاریخ 2004 سال شورای علما جمع شدن و برای ممنوع کردن خواهران اسلامی که در مساجد عبادت میکردن، در اون زمان در مسجد نشان نورالدین جان برادران ترجمان‌زاده که خواهران اسلامی میرفتن عبادت میکردن و در کار مهم گوش میکردن و فسق و فساد در تاجیکستان در اون زمان خیلی و خیلی کم بود. این شورای علما اون سال قانون را آوردن که زنها ممنوع شد با مسجد رفتن. در یاد میارم که استاد نورالدین جان گفته بودن که عاقبت این کاری خوب نیست و عاقبت این فسق و فساد خواهم بود. واقعا این کار شد و در تاریخ 2006 سال که قانون صادر کردن با مقابل فتنه های درسای علماهای محقق ممنوع شود و فروختن وی ممنوع شود، ما صبر کردیم استاد عزیز. برادران تا 18 سال فرزنده را ممنوع کردن به مسجد رفتن، ما صبر کردیم، زیرا می‌دانیم که ما ملت تاجیک اینقدر عذاب اینقدر جنجالی که ما دیدیم سالهای 91 92 ما صبر میکنیم. یا به ناموس خواهران ما دست زدن مگر ما کجا صبر کنیم؟ ما این علماها را دوست می‌داشتیم، علماهایی که به امید ویا بودیم که ویا پشتیبانی از دین میکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن اول العلم معرفت الجبار، اول علم شناختن خداوند است، اما یا خدا را نشناختند. مگر این شرمندگی نیست که برادری ما محمد انصاری از پشت علماهای محقق از پشت ما مظلوم دفاع میکند، اما این کسانی که خداشون عالی میگیرند در تاجیکستان حکم شیطانی گنده دارند با موافق حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ذکر است. اصلا بخورم روز قیامت بالا یاد دعوا میکنم، خداوند شاهد باشه، زیرا که یا اولین اینبری پیغمبر خدا تو بگو ما را مصیبت شدیدی ما را میدانم که با ناموسی ما دست میدانم. خواهران ما از تحصیل سطح میکنم، علماهای محققی ما را آوازهاشون را ممنوع کردگیم. این لعنتی ها، این خائنای ملت اسلام از این مصیبت ما آگاه هستند، اما پشتیبانی از ظالم میکنن، پشتیبانی از این حکومت های ظالم میکنن. مگر یا امام ابو حنیفه را فراموش کردن؟ والله یا با امام ابو حنیفه یکم مناقضی ندارن، زیرا ابو حنیفه در زمان ما میگود ضروری یا توف میشد، زیرا که یا مرتدینی هستن که از دین خدا برآمدن. خود کلمه کفر از کلمه کفاره گرفته شده است به معنای پوشاندن حقیقت. مگر این کفر نیست که شما حقیقت میپوشانید؟ امروز ممکن که به این صحبتهایی که برادران میکنن شما ویا را تروریست بگیرید، شما ویا را خائن ملت بگویید، اما ما قبل نمیکنیم، زیرا ما آزاد هستیم، زیرا ما حقیقت خواهم گفت، زیرا ما برای این دین شهدا میشیم، چنان که صحابه پیغمبر شهدا دادن، چنان که امام اعظم شهید شد. انشاءالله ما زیاد هستیم، ما امت اسلام هستیم، ما از فرزندان سلمان فارس هستیم، ما بزدل نیستیم. این مبارزه شما انشاءالله روز خواهم تمام شد. انشاءالله الله شاهد است، الله سبحانه و تعالی انتقام مظلوم از ظالم میگیره. امروز شما گمان میکنید که در این دنیا ابد هستید. شاعری میگوید که یکی جانبی دور هست راحت، لحد باشد مکانی خوابگاه است. انشاءالله شما را به قبر میرین، ما را به قبر میرین. روز قیامت شما با چگونه با الله سبحانه و تعالی میخورید؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من اشد قوم فهو منهم. شما امروز با امامانی هستید، با قوم او هستید. روز قیامت الله سبحانه و تعالی شما را از گروه این ظالمان میکنه. الله سبحانه و تعالی گفت در قرآن عظیم‌الشان اشتاتا لیروا اعمالهم. روز قیامت من شما را گروه به گروه میمانم،
اما شما در گروه این ظالم خواهم بود انشاءالله. الله سبحانه و تعالی انتقام مظلوم از ظالم امروز خواهم گرفت انشاءالله. وصال حق بود و حق میماند انشاءالله. شما با این کلمه های باطله و فریب و نیرانتون نمیتونید با اون مقاله های دروغیتون در تلویزیوناتون پاش میکنید که وصال حق وصال داعشی. برای چی؟ برای که حق میگوید. شما حق خوب نمیخواهید بفهمید. انشاءالله الله سبحانه و تعالی در طرف ماست، پیغمبر در طرف ماست، زیرا که ما قرآن و احادیث داریم. تشکر میکنم برادر عزیزمون شمس الدین، استاد بزرگوار کارشناس مسائل دینی در دانشگاه امام ترمیزی تاجیکستان تحصیل کردن. صدای من رو دارید استاد؟ بله. جناب استاد، ما اخباری که به دست ما رسیده فعلا همین دانشگاه امام ترمیزی رو تبدیل کردن به اسم دانشگاه اسلامی در تاجیکستان و رئیس این شخصی است که 9 سال در قم تحصیل کرده و میخوان که مناهج درسی این دانشگاه رو با مناهجی که از قم میارن عوض بکنن. در این مورد شما اطلاعاتی دارید؟ واقعا استاد زمانی که ما تحصیل میکردیم باز مدرسان بودن که ما را در همون مدرسه میگفتن شما به ادارات ایران بیرون در شما را کتاب های بهتون میکنن. ما واقعا میرفتیم با وجود زیرا که ما واقعا دانش و تحصیلات که در من داشتیم میرفتیم ما را کتاب های بهتون میکنن، کتاب های شیعی. صد افسوس و این واقعا حقیقی دارد که بعضی مدرسان هستند در داخل این مدرسه که این زمان به نام امام اعظم رحمه الله کردنش، صد افسوس که به نام این کردنش، اما این شورای دینی و بسن نمیشه و این شورای یهودی ها هم، زیرا که این مبارزاتی که اینا میبرند شما که هفته گذشته با شما در تماس گرفتن، شما باید سوالایی میتونید که شما از آیت قرآن احادیث صحبت کنین، شما باید باشن درباره فلسفه صحبت میکنن، درباره عقیده از این معلوم میشه که باید در اطراف قرآن و احادیث صحبت نمیتونن کرده. درست. برای که باید قرآن نشناختن و یا محمد صلی الله علیه و سلم نشناختن. بله چیزایی که شما میگین استاد واقعا دارد و ممکن که بعضی مدرسان نشناسن این شیعیانی که در داخل هستن، زیرا که باید تقیه میکنن. درست. تشکر استاد بزرگوار، تشکر از تماس شما، تشکر از احساسات پاکتون. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی شر این ظالمین رو از سر ملت شریف تاجیکستان کم بکنه. جزاکم الله خیرا یا استاد الله الکریم. در آخر صحبت این بودم که استاد عزیز این رافضیایی که در داخل تاجیکستان هستند و این سخنهای حق شما خیلی و خیلی ناراحت می شود. شما باید تیاری جدی بینید استاد که زیر کفری باید بیدار شید. درست. تشکر از شما، الله مطالب ستون کنه. بارک الله فیکم. تشکر از شما. و ایاکم السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر تماسمون با خواهر گرامی که خواسته بودن که در این برنامه مشارکت بکنن برقرار شده به من اطلاع بدن. خب تا برقراری تماس من عزیزانی رو از طریق تلفن میگیرم. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلام بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. برادر عزیز صدای تلویزیون را ببندید. خب تماس بعدی از تاجیکستان. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده بزرگوار صدای تلویزیون رو ببندید. رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علی عباد الله الصالحین. علیکم السلام و رحمت الله. خداوند ملت مسلمان تاجیکستان از شر دشمنان اسلام حفظ کنه. آمین. و خداوند شهدا را رحمت و مغفرت کنه. آمین. ما این برنامه های شما را میبینیم خیلی خرسند میشم که شما همچو یک نفر به درد و غم ما شریک شده اید
اما متاسف از آن هستم که شما این نفرایی که از علم از درد نسبت دین مبین مبارک اسلام سخن میگویند آنها را تحقیق نمیکنید همچون یک دانشمند همچون یک برنامه‌ریز، چون که اصلا گفته های اینها ریشه در حقیقت ندارد. تا جایی که ما میدانیم و شاهد این کشور تاجیکستان هستیم، تمام ریاست جمهور، تمام نهادهای انتظامی و امنیتی آنها نفران مسلمان هستند. برای تامین امنیت شهر جناب بیننده گرامی، ما نگفتیم مسلمان نیستن، ما نگفتیم مسلمان نیستن. نه، یک دقیقه عزیز من گوش کنید. شما نسبت برادر دانشمند و فاضل حنف مذهبی ما عبدالله محقق سخنهای نادرست و به منطق گفته عزیز من، چون اون زاده آقای محترم میبخشید، شما چرا از تلفن عبدالله محقق زنگ زدید؟ شما چرا از تلفن ایشون زنگ زدید؟ نه بله من یک نفر دیگر هستم. شما نوکر ایشون هستید، شما از تلفن اون زنگ زدید. بذار گوشی رو بدید خودش صحبت کنه. آقای محترم نفاق بس است. ملت تاجیکستان از نفاق شما خسته شدن. نفاق بس است. بیایید چهره واقعی خودتون رو آشکار بکنید. من از شما اگر جرأت دارید میپرسم نظر شما در مورد کسی که امام ابو حنیفه رو میگه ناصبی است، کافر هست، کشتنش واجب هست، نظرتون در مورد این شخص چیه؟ خامنه ای میره در نظرتون در مورد خامنه ای که میگه که سید نعمت الله جزایری حاصل تشیع است، استوانه های دین تشیع است، نظرتون در مورد خامنه ای چیه؟ اگر که واقعا شما راست میگید نظرتون بگید. بله من عبدالله محقق هستم حاضر. من از رنگ خامنه‌ای و رافضی چه بیزار هستم. من کسی که لعنت به صحابه ها میگه، به مادرمون عایشه رضی الله تعالی میگه دشمن است، دشمن اسلام است. اما متاسفانه پس چرا دروغ گفتید؟ در مصاحبه با ایرنا گفتید که ایران طرفدار وحدت است. چرا دروغ گفتید؟ بله گوش کن، من ده ها برنامه در ایرنا کردم. من کارشناس هستم برادر عزیز. شما تهمت نکنین من در تاجیکستان تعلیم گرفتم. همه شهروندان تاجیکستان به حال خود میخندن. تهمت نکنید. آقای عبدالله محقق، ایرنا خبرگزاری رسمی ایران دروغ گفته یا شما دروغ گفتید؟ یکی از این شما دو تا دروغگو هستید. کی دروغ میگه؟ من دروغگو نیستم برادر عزیز. شما وقتی که نسبت یک مسلمان تهمت میکنین این جنایت است. از نام برادر در تاجیکستان وضعیت خوب است. یگان شیعتی نیست. من از شیعت تا قیامت بیزار هستم. من شاگردای حضرت عمر فاروق هستم. توی خیلی تحصیه ندن محترم. آقای عبدالله محقق در مصاحبه با ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی، گفته که ایران طرفدار وحدت است و جریان سلفیت و جریان گوش کن حرفمو قطع نکن، گوش کن. و جریان سلفیت مشکل اساسی تاجیکستان است. مشکل اساسی تاجیکستان برداشتن حجاب، منع کردن از مساجد، بستن مساجد، ممنوع سفر کردن حج کمتر از 35 سال و هزاران مشکلات دیگری که امروز ملت تاجیکستان بیان کردن. شما من نمیدونم شما دارید دروغ میگید یا آژانس خبررسانی رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا داره دروغ میگه. از این دوتا یکی دروغ میگن. گوش کن آقای انصاری، پس من به تو همچی یک مسلمان مراجعه میکنم. گوش کن، در این اثر بین المللی که سخن میگویی، پیش از همه خبرهایی که اون نفرایی که به تو اطلاعات دروغ میگویند، آیا من نامم را عبدالله موندم خلاف شریعت است؟ پیغمبر خدا میگن نامتون عبدالرحمن و عبدالله بماند که این بهترین نام ها. آقای محترم، ما با نام تو کار نداریم، با نامت کار نداریم. شما اول که تماس گرفتی به ما گفتی خائن، به ما گفتی منافق. الان لهجه و لحن شما عوض شده. نظرت یک لحظه الان یک نکته رو من فقط اینجا بگم. نظرت در مورد کسی که به ام المؤمنین عایشه صدیقه بگه کافر هست، نجس هست، پلید هست، نظرت چی است؟
کسی که به مادر عزیزمان عایشه رضی الله تعالی لعنت میگه او را کسی میگه اون مرتدن منافق است، دشمن خمینی مرتد هست. خمینی پس بگو که خمینی مرتد و منافق است. هر وقت این حرف رو زدی من اجازه میدم که صحبت بکنی در اینجا. قطع کردی رفتی، چون جرأت ندارید حقوقتان از ایران قطع میشه که اگر بگید که خمینی کافر و مرتد هست. شما جرأت ندارید که بگید که خمینی کافر و مرتد هست، به خاطر همین که اونجا چهره واقعی شما آشکار میشه. دوستان عزیز، این که چرا قطع کرد رفتین عبدالله محقق یا خال بازار شریفو، به خاطر اینکه حقوقش از ایران قطع میشد. اون پولهایی که از ایران براش فرستاده میشه قطع میشد اگر میگفت که خمینی کافر و مرتد هست. دوستان نشون بدن کتاب الطهاره از خمینی، الفقیه المحقق آیت الله العظمی الامام الخمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، در صفحه 457 اونجا گفته بود در کتاب نعمت الله جزایری که امام ابو حنیفه ناسبی است. خب در اینجا چی میگه؟ در مورد نجاست طهارت ناسب یا نجاست نواسب صحبت میکنه. میگه که ناسبیایی که مانند عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و مانند اینها باشن، یا هر کسی که عداوت با ائمه داشته باشه، اینها ظاهرا نجس نیستن و ان کانوا اخبث من الکلاب والخنازیر، در حالی که اینا خبیث‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها هستند. این رو خمینی در کتابش میگه. به خاطر همین قطع کرد رفت. هر وقت که عبدالله محقق اومد اینجا گفت که خمینی به خاطر این حرفش که در کتاب الطهاره گفته کافر هست، مرتد هست، جاویدان در آتش دوزخ هست، چون که در مذهب حنفی هر کس که به ام المؤمنین عایشه صدیقه توهین بکنه کافر و مرتد هست. هر وقت این حرف رو زد من اجازه میدم بهش صحبت بکنه. بردارید روافض تاجیکستانی نقاب‌های دروغین وحدت اسلامی و حنفیت را از چهرهاتون. انشاءالله در این شبکه اگر تک تک شما رو چهره هاتون رو آشکار نکردیم که ملت شریف تاجیکستان شما رو بشناسن که ایران شما رو برای چی فرستاده در تاجیکستان. شما به دنبال روزی هستین که حکومت تاجیکستان رو به دست بگیرید و ملت شریف تاجیکستان رو همان گونه که در عراق و سوریه اهل سنت رو قتل عام کردن همان گونه قتل عام بکنید. این دستور خمینی است برای شما، این دستور خامنه‌ای است براتون. امروز با نفاق، با تقیه دارید با مردم برخورد میکنید. این ماسک دروغین وحدت رو، حنفیت رو به چهره خودتون کشیدین، اما ملت تاجیکستان چهره شما رو خواهند شناخت. انشاءالله امشب این تماس تو سبب شد که ما قضیه روافض تاجیکستان رو در اولویت کار خودمون قرار بدیم. دوستان عزیز، تماسمون برقرار شده؟ خب تا برقراری تماس ما با بینندگان عزیزی که زنگ زده بودن و خواسته بودن که در برنامه مشارکت تلفنی داشته باشن، از طریق اسکایپ و از طریق تلفن تماس‌های شما عزیزان رو میگیریم. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر وصال حق، بفرمایید. وصال حق. من در باره همین مهاجرانی که از تاجیکستان به روسیه سفر میکنن مقتنع هستم. بفرمایید. سبب اصلیشان. بفرمایید. برادر جان، مثال آنهایی که در دانشگاه ها تحصیل میکنن، امام ملکی با پوره همه خیش تبورش رو جمع کرده است، در یگان جا کار یافته نمیتوانند، یا اینکه کار هم کنن آن مبلغی که میگیرن آیله های خود را همین سبب همه به دولت روسیه سفر میکنن برای درست. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. تماس بعدی. بله، سلام علیکم. تماس بعدی. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشه برادر جان. اولا میخواستم بخشش از نام تمام ملت تاجیک از شما بپرسم که اینقدر به شما کردن از پشت ملت تاجیک
و میخواستم میندارگی زیاد بیان کنم به شما و به شبکه شما که استاد عزیز پشتیبانی از ما مهاجران میکنین و این شخص برآمده گفتن که تاجیکستان تنج است سوح است. میخواستم یک چند سخن من خود که مهاجر هستم برادر عزیز بفرمایید به این شخص بگم که آیا تنجی همین است که من طول 6 سال میشود که اویله‌دار هستم وقتی که به وطن برمیگردم فرزندان من مرا نمیشناسن. الله آیا تنجی همین است که برادران ما در روسیه جان از دنیا میگذارند وقتی که به پیش کنسولگری میروی که کمک کنه جسد این بر روان کنه میگن این مشکلی تا است. چگونه ای که میتوانی روانش کرد؟ آیا تنجی همین برادرای ما برای یک حجت کوچک گرفتنی که اجازه کاری در روسیه داشته باشند در نوبت‌ها ایستاده؟ دیروز خبری بود که در تمام رسانه‌ها چاپ شده بود که یک پدر عزیز وقتی با فرزندش در نوبت برای یک حجت گرفتن میسته و روز بیگاه میشوه تا که فردا از بروقتی باز در نوبت ایستم گفته شب در همون در خونگی میستنه از دنیا میگذره. تنجی همین است که مردم تاجیک در روسیه آمده و مثل یک سگی به صاحبه که به هر در میره و سنگ میزنن. این روز احوال تاجیک در روسیه همین شده. در کشوری که 70% آب ذخیره های آبی آسیا میانه در کشور ماست ما آب نوشاکی نمیابیم. برادرای ما رفته زیر کوهپاره ها مانده ایستن در جستجوی آب. همین است تنجی اینا. تشکر از شما برادر. و بعد میخواستم استاد عزیز اگر اجازت باشد یک چند سخن با پدر و مادرای تاجیک برسانم چون که من خود در ماجه. پدر و مادرای محترم من به شما یک چیز را از نام فرزندان شما رساندنیم که هر وقت که شما به ما زنگ میزنین ما به شما دروغ میگیم. وقتی که ما میگیم حال ما خوبه والله قسم دروغ است. ما یک سخن میگیم که تو که شما تشویش نشین. ما امروز در بری ما 5-6 برادری ما هستن که همراه ما در خنکی و در سرما و در دروی آب لای کار میکنن. وقتی که بگم میان کفشاشون به در میکنن والله قسم پوستای پاشون ریخته است از خنک زده است. اما مادرش زنگ میزنند میگم مادر عزیز خوب هستم جام گرمه. والله قسم مادر عزیز پدرای عزیز شما با ما وعده داده بودید ما را خردسالی گفتین که بچم طاقت که خوب میشه بچم طاقت که خوب میشه. او خوبی کجاشه؟ ما 2 سال پیش اگر روزانه فقط کار میکردیم که تا که زندگی ما یک لقمه نون یافته خوریم این روز پدرای عزیز مادرای عزیز ما شبانه روز دلار نرخش بالا رفت. اون مبلغ ناچیزی که ما میگیریم امروز به زندگی ما و شما نمیرسه. بالای این همه مشقت وقتی که خبر میارن که مادر عزیز سطری تر از سرت گرفتن و حقوق و ناموس مرا پایمال کردن پس چه ارزشی داره زندگی ما برای ما؟ خبر میارن که فرزندی دارم به دختردار از وقتی که خبر میارن که فرزندی تا از تنده سرده چای جنسی میخونه در تاجیکستان. من چی ناموسی من دیگه چی بردارم؟ من والله قسم با برادرها صحبت میکنیم پدرای عزیز به خدا قسم ای به خاطر اول اینکه در اسلام خودکشی حرام است و بعدا خاطر شما دیده امروز مردم فرزندان شما طاقت کرده ایستادن و ایلا دیگر طاقت این گونه مشقت ها را ندارم. پدرای عزیز مادرای عزیز بیدار شین. خوبی نمی آمد است به سر ما. این دروغ بود است که خاموش ایستا انشالله خوب میشه. ما خاموشی 24 سال است آمده با ناموسی ما چنگ زده ایستادن. تشکر از شما برادر عزیز.
سلامت باشین. بار دیگر تشکری از شما میکنم استاد عزیز که این گونه تحقیرات از پشت ملت تاجیک شنیده بازم خودتان را در مستحکم قبیله رفته ایستاده. بار دیگر منتدارگی خود بیان میکنم و ما همیشه دعاگو هستم که همین عذاب این روز که مهاجرا دارن، همین عذابی که این روز ملت مظلوم تاجیک داره، خداوند به سر همینا بیاره که بفهمم. آمین آمین آمین. خداوند همین روز فرزندای همینا را مهاجر کنه که تا که بدانم پدر و مادر ما در حق ما چه خیر میسوزن. آمین آمین. از درگاه خدا فقط همین را التجا دارم که خداوند روز شود همین روزی ما را در سر همینا بیاری. آمین 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 یا رب العالمین. خب سلامت باشین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز میان برنامه میبینیم بعد دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیز. وصال حق، ندای حقیقت. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این فرمان حق از سوی پروردگار توست، بنابراین از تردید کنندگان مباش. وصال حق، گامی در راستای بیداری. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. من میدونم که تک تک شما عزیزان از صحبت‌های این برادر عزیزمون که از روسیه تماس گرفته بود متأثر شدید و یکی از خواهران عزیز و گرامی محترمه زرینه ستارابه قرار بود که صحبت بکنن و دوستانی که تماس گرفتن ایشون به خاطر اینکه متأثر شدن از تماس این برادر عزیزمون از روسیه نمیتونن خودشون صحبت بکنن، همسرشون قرار صحبت بکنه. اگر که رو خط هستن به من اطلاع بدن دوستان. بله سلام علیکم. استاد علی شیر. استاد علی شیر صدای من رو دارید؟ دوستان من صدایشون رو ندارم. بله ایشون رو خط هستن؟ بله سلام علیکم. خب دوستان دوباره تماس میگیرن تا اون موقع من تماسی از طریق اسکایپ بگیرم. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر ممکن باشد ما با وصال حق پیوست شما میخواستم. بفرمایید برادر عزیز سبحان درسته؟ سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. میخواستم یک چند سخن در موضوعی که امروز در مهاجرت هستم برادران ما صحبت داشته باشم. بفرمایید. اولا باید قید نمود که پدیده جهاد است امروز. این یگان جای مثلا نویگری نیست، ولی با تاسف باید قید نمویم که مهاجرانی که امروز از تاجیکستان و کشورهای بیرون میروند به خصوص در روسیه در یک حالت بسیار فاجعه‌ای قرار دارند. اگر امروز حکومت تاجیکستان اون مناسبتی که در تعقیب و فشار
مهاجرین یعنی مخالفینش میکرد و چنین علاقه های خوب را با دستگاه های مقصود روسیه برقرار کرده بود به بهر دستگیر کردن آنها و زندانی کردن آنها. اگر در خوبتر و بهتر کردن احوال مهاجرین در روسیه این کار را با دستگاه ها با مثلا واسطه های ارگان های مهاجرت روسیه انجام میداد، این برای هم مهاجرین کاری خوب بود و هم برای حکومت تاجیکستان. ولی متاسفانه نگاه نکرده به آن کمک و دستگیری که مهاجرین امروز به بودجه تاجیکستان میکنن که قریب نصف بودجه تاجیکستان از حساب همین مهاجرین است. و امروز که مثلا این روسیه به تاجیکستان کم شده است و اسعار ملی تاجیکستان سامانی خیلی پایین رفته است، این برای حکومت تاجیکستان بسیار یک وضعیت ناگوار را در آینده به بار خواهد آورد. لیکن نگاه نکرده به این امروز این فشار و تعقیب و این ناحرمتی نسبت مهاجرین و این احوالی که مهاجرین دارن و این مخالفتی که حکومت تاجیکستان نسبت مهاجرین میکنن، این ریشه به پای خود تاجیکستان و مردم و رهبرت آن است. از نگاه دیگر من میخواستم آن را قید بکنم که امروز احوال خیلی وزنین است در همه ساحه، چی در اقتصاد چی در اجتماعیات. لیکن نگاه نکرده به این همچنانی که برادران قید کردن، امروز ما میخواهیم که همین یک روحیه که مردم از عبادت کردن، از نیایش کردن، از التجا به سوی خداوند کردن روحی خود را میتوانند آرام بکنن، در این جاده هم ما محدودیت ها میخواهیم ایجاد بکنیم. پس این چی معنی دارد؟ این رو من هیچ نمیفهمم، زیرا از سالهای بعدی 2004 سر کرده این چنین قانون ها در تاجیکستان دارد انجام میپذیرد. ما به خاطر داریم که بسیاری از خواهران تحصیل کردن آزادانه در دنیا در مکتب ها ندارند و اگر این را هم بگویم دستنکارانی حکومت و به خصوص علمای درباری، پس مراجعه بکنن با سایت خبرگزاری آزادگان از 9 2004 آمده است که به خاطر خواهر اسلامی خواست با سبب خودش به دانشگاه داخل بشه، جدای را قبول نکردن. آیا این هم دروغ است برادران عزیز؟ ای داملاهایی که شما میخواهید که این مثلا دروغ و این مثلا باطلیت را در حکومت تاجیکستان بپوشانید. اگر ما امکانیت یا که مثلا جرأت حق را گفتن نداریم، پس از باطل پشتیبانی کردن دست بکشیم برادران عزیز. یا اینکه همینجا آمده است که یک خواهر اسلامی با روسری میخواست در کارخانه کار بکند، او را چنین شرط گذاشتن که یا کار را قبول میکنی. من میخواستم باز یک مثال دیگر بیارم که به مجرد که از منبر بالا رئیس جمهور بگفت که شما لباس های فرهنگی بیگانه را پوشیدن را بس بکنید، رفتن این مثلا دستگاه های مخصوصی حکومتی به بستن آن دکان هایی که حجاب میفروشند. بله، رنگ سیاه امروز برای شما مقبول نیست، چرا دیگر رنگ ها را نمیماند که خواهران ما میپوشند؟ چرا امروز مثلا یک برادری که یک سالهای طولانی پول جمع کرد، دکان راست کرد که به بودجه تاجیکستان به کیسه مثلا تاجیکستان پول وارد میکند، شما در یک لحظه به یک قانون به یک حکم مثلا ریاست عالی میروید آن را محکم میکنید؟ آیا مثلا قانون وجود دارد که یک انسانی که ده بودجه خانواده‌اش از حساب همین درآمدش است، شما به تأمین اجتماعی به مثلا تعویض مالی روید دکان رو محکم کنید؟ این کجا قانون است؟ این کجا مثلا حقوق است؟ این کجا تضمین کفالت قانون سرقانونی تاجیکستان است؟ من این رو نمیفهم چه خیلی مردم شهر بدیم و چی گونه مثلا و آن انسان‌هایی که مسئولی اجتماعیت مردم هستند به این پاسخ بگویم. تشکر برادر عزیز، تشکر. پیام شما رسید، الله متعال حفظتون کنه. یک چیز دیگر میخواستم قید کنم که امروز ناوابسته از آنه که این قدر مردم در حالت وضعی قرار دارن، این سوختگی بلندترین دارد. من این رو هیچ نمیتوانم شرح بدم به این. درست. من راست شرم ما از این کارهایی که ما کرده ایستاده ایم. الله المستعان. تشکر از شما برادر عزیز، الله متعال حفظتون. تشکر، سلامت باشید. زنده باشید. خدا نگهبان شما. برادر استاد علی شیر رخصت هستید؟ استاد السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من عذر میخوام از شما که منتظر موندید پشت خط و دوست داشتیم که خواهر گرامی ما در مورد مشکل حجاب صحبت میکردن، اما چون متاثر شدن از صحبت‌های عزیزانی که تماس گرفته بودن
جناب شما در این مورد میخواید صحبت بکنید، ما صدای شما رو میشنویم و مطالبتون رو انشالله پخش خواهیم کرد. بفرمایید. ماشاءالله من میخواستم استاد محمد انصاری بگویم همسر من وقتی که در دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان میخوندن اونها رو گفتن که سطر رو از سر گیرید و بعد با چیز با اینستیتوت با دانشگاه. درست. یعنی گفتن شما اگر که میخواهید به دانشگاه بیایید باید حجاب خودتون رو بردارید. بله بله، حجاب خود رو بردارید، کبلوکای 10 سانتی متر پوشید و کرته های آستین کلته پیشوی بر باید تابد. درست. برای همین پدر و مادر اویله هم گفتن که اجازت ندادن به اینستیتوت. درست. از اینستیتوت خارج شد. درست. این خیلی انسان ها بسیار در تاجیکستان. درست. یعنی استاد محترم، همسر شما در بین دو مطلب، برداشتن حجاب و حجاب رو انتخاب کردن و دستورات اسلام رو انتخاب کردن و دیگر به دانشگاه نرفتن. بله استاد. بله. الله المستعان. تشکر میکنم از شما. اگر صحبت دیگری هم دارید، پیامی دارید برای ملت تاجیکستان، ما میشنویم. بله، من میخواستم ملت تاجیکستان رو بگویم ملت تاجیکستان تا در این ظلم و ظالمی اولاد دیکتاتور طاقت میکنه نیستیم. تشکر از شما. خیلی برای پا همه کسا خیستان در کن. درست. استاد علی شیر برادر عزیز، یکی از نوکران حکومت ایران تماس گرفته بود که دنیا خیر و خیرت است، در تاجیکستان هیچ مشکلی نیست و ما رو متهم کرد به نفاق و به نوکری و به این مسائل. نظرتان در این مورد چیه؟ من گوش کردم اینا، والله بالله تعالی دروغ میگویند. اینا میخواهند که از سر کرسی نروند. درست. اینا برای سر کرسی خودشون ترسیده هستند و میخواهند که کارهای اینا آشکار نشود. اینا 24 سال خوردن و دزدیدن و زمینامون فروختن و همه کار در سرزمین تاجیکستان کردن و میخواهند که تا حالا خلق تاجیک دیوسی کنه بشیند. الله المستعان. من گوش کردم این دروغ میگوید. به خدا میگم این دروغگویی به حد بسیار گفته شده. الله المستعان. من تشکر میکنم از شما برادر عزیز و بزرگوار و امیدوارم که الله سبحانه و تعالی روزی در تاجیکستان صلح و صفا و امنیت برقرار بشه تا شما و خانواده محترمتون بتونید برگردید دوباره به تاجیکستان. رحمت استاد مهربان، من از تن او بدبخت بخشش میپرسم از شما. خواهش میکنم. ما ببخشید خلق تاجیک رو، ملت تاجیک رو. زنده باشید. این خیلی بدبخت ها در سری کرسی شیشتگی. سلامت باشید. سلامت باشید. الله مطالبتون کنه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ملت تاجیکستان بری هستن و بیزار هستن. اینا تاجیک نیستن. کسانی مثل این نوکر حکومت ایران، اینها تاجیک نیستن. اینا اگر تاجیک می بودن یک کمی از ادب و اخلاق ملت شریف تاجیکستان بهره مند میشدن. کلیپ بعدی رو من در رابطه با صحبت‌های برادر عزیزمون هست، این رو می‌بینیم، با هم دقت بکنید. این خواهرمون به خاطر حجاب دانشگاه رو ترک میکنه. شاید مثل عبدالله محقق و یا خال بازار شریفوف و دیگران نوکرای ایران بگن که نه این دروغ است، این شاید کسی از خودشون بوده این تماس گرفته. این کلیپ ویدیویی رو از یک خواهر خردسالمون میبینیم که چطور حجابش رو از سرش گرفتن و وقتی که حجاب رو برمیدارن این به زور وادارش میکنن در سر کلاس در مدرسه که حجاب رو برداره. این سوزنی که این گوشه چادر رو زده بوده این رو میگیره به دهنش تا این حجابش رو باز بکنن. از دست که اصطلاح چیز میشه، هول میشه، این سوزن رو میخوره، قورت میده این سوزن رو.
این صحنه رو هم با هم میبینیم و بعد از اون برمیگردیم خدمت شما هستم. صنف 5 مکتبی چند؟ 170. ناحیه رودکی. چی گپ شد؟ سوزان چه خوردی؟ سوزان چه خوردی؟ وقتی که در مکتب بودم الکالدور اومده سبن که معلمه ابراهیم مواجه کرد. معلمه ابراهیم مواجه کرده است که سطر تغییر مالش گفتم بس این مداد زده است بلافکی رو در دهانم بودم یک توف را قول کردم سراسمه شدم از معلمه ترسیدم توفم را قول کردم یکی رفتم تر. معلمه فنی چی هست؟ ابراهیم آقا ماتماتیک جانشین دیرکتره. جانشین این کی شدگی بود؟ کدام روز؟ یک هفته شد. یک هفته شد؟ برای روسری تا گیر گفت. معلمه دویم جنگ میکنن وقتی که سطر میفشن. خیلی اگر به سطر برای خانه‌تون نمیمونن به سطر درس رفتن؟ نه. همسنفیتون یکون نفر دیگر هسته که سطر خطی بیاید؟ معلمه وقتی که به سطر میرین معلمه چی میگن؟ معلمه جان میگه که سطرات رو دم پیشی مکتب رسیدین سطرات اگری که دیرکتر جنگ میکند نمیمونن سطر کند تری تو خیچاولین فچه تری کنید. خیلی خودت میگویی که بخونی همین سطر خطی. خوب با یکون همسنف دیگر کنم معلمه جنگ کردگی هستن یکی نه؟ هستن. معلمه وقتی که آمد به تشتا گفت سطر تا بگیر چی به ترسیدید؟ معلمه میزد چکار میکرد؟ برای چی ترسیدید؟ چی ترسیدید؟ از چی ترسیدی که سوزن خوردی؟ از معلمه یکان بار زدگی بود؟ خرید زدن نزد. روسری را گیر گفتن؟ شکرانه جان وزیر خودت چه حس میکنی؟ کجا درد سلامتی چه سوز ایازه. یکان جو درد نمیکنه؟ نه. چند روز پیشتر چی مثلا شبا درد نمیکنه یکان جا؟ میکنه. کجا درد میکنه؟ ببخشید. این منتهای ظلم و استبداد رو نشون میده که حتی به یک دختر خردسال رحم نمی کنن و حجاب رو به زور از سر دختران تاجیک برمیدارن و اینا میان این مزدوران میان میگن که دنیا خیر و خیرت است و در تاجیکستان هیچ مشکلی نیست. خواهر بزرگوارمون محترمه فاطمه سیداوق پشت خط هستن. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادران اسلامی. سلامت باشید. خواهر بزرگوار در مورد حجاب و مشکلات حجابی که خواهران عزیزمون در تاجیکستان دارن صحبت شما رو میشنویم. ما مردم تاجیک شخصا همین زنان و مادران تاجیک بسیار در تحت ظلم و فشار ماندند برای که خودتان همتان میدونین که دین ما این شرف ما حجاب ما این وجدان ما است ناموس ما است. نه که حکومت تاجیکستان بخواهد که ناموس ما را وجدان ما را از دست ما بکند بگیرد. این ناعدالتی است، این ناحقی است. همین کسا ما توقعات میکردیم برای که پدران و مادران ما میگفتن که خوب میشود، امید داشتن که همش خوب میشود، نه که بیشتر شد و بهتر نه. برادران خواهران عزیز بخیزین، از دینتان دفاع کنین، آزادیتان را طلب کنین. آخه تا که ما همه خیلی خاموش میستیم، ما چند که دیگه باید صبر و طاقت کنیم. این تحت بیچاره مظلومی همین خلق تاجیک مهاجران تاجیک چند که عذاب میکشن. فرزندانمان به پدر کلان شده ایستادن، مادرانمان در داغ فرزند از دنیا رفته ایستادن، زنامان به شوهر همه مشکلات زندگی را در گردن گرفتگی هستند. تا که ما هم خیلی عذاب میکشیم. نخواد یگان کس نباشد که همین
حکومت تاجیکستان را خیلی بگم همین ما در یاردم کنم همین حکومت از بین برن. الله المستعان. الله المستعان. خواهر گرامی، شما آیا شاهد این بودید که به زور حجاب خواهران مسلمان رو در تاجیکستان از سرشان بردارند در دانشگاه ها، در مدارس؟ بله، من همین 5 سال می شود که در بازار سودا میکنم. مادر 3 فرزند هستم. فرزندانم رو نمیتونم که در مسجد ببرم یا که مدرسه تا ببرم که بخونن. آمدن من از خودجا لباسای سطری میبیارم، حجابا میبیارم میفروشن. حاجی نمیمانن که ما حجابا بفروشیم و آمدن میگن که سطر تا بپوش، بکش که با رنگ زاغ سیاه سطر میکنی یا سطر سیاه میکنی. آخه گفتم این لباسای دین ما است، این سنت ما است. میگن که نه بکش. سطر ما میخواستن که بکشن که خودم را عقیب کردم، با 540 سامانی جریمه سپردم. یعنی شما به خاطر حجابتون 140 سامانی مجبور شدید که جریمه بپردازید؟ 540 سامانی من جریمه 540 سامانی فقط به خاطر اینکه شما حجاب داشتید؟ بله بله. گفتن که تو اجازتنامه نداری، باید اجازتنامه بگیری که برای حجاب پوشیدن. الله المستعان. الله المستعان. این در کجا توغری میگیره که ما بریم اجازتنامه بگیریم یا که برادران ما برای ریشاشون برون اجازتنامه بگیرن و بعد ریش بمانن. الله المستعان. من تشکر میکنم از شما خواهر گرامی. در پایان اگر پیامی دارید برای ملت تاجیکستان از شما میشنویم. میخواهم که همین برادران و خواهران ما خاموش نایستند دیگه این خوب نمیشود، با امید نشوند از حکومت تاجیکستان. اینها فقط غارتگر هستند، دوزه هستند و ظالم هستند. دیگه ای دستشان یگان خوبی نمیبیاید. خاموش نایستند، بخیزند برای ناموسشان، برای آزادیشان. درست. خواهر گرامی، پیام شما برای کسی که میگه اینها دروغ است، اینکه حکومت تاجیکستان این کارا رو میکنه دروغ است و دنیا خیر و خیرات است و هیچ حرفی نیست، هیچ مشکلی نداریم، به اینا چی میگید؟ البته این دروغ نیست، این همش راست است. در دروغ میگه، دو کس دروغ میگه، نخواهد همین ما دروغ بگیم آخیر. یعنی حاضر یک برادر برآمدن که این قدر دروغ گفتن آبادی و در کجا آبادی است. بیچاره مردم از نبودن سبیت و نبودن گرمی و در خانه هاشون مرده ایستادن، از خونکی و از گشنگی و در کجا هست این آبادی. درست. تشکر از شما خواهر گرامی. الله متعال حفظتون کنه. زنده باشید. سلامت باشین. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. اینم نمونه دیگری، شهادت دیگری از این خواهر عزیزمون از تاجیکستان. من کلیپ بعدی رو اینم تقدیم میکنم به این نوکران ایران در تاجیکستان که میگن که دنیا هیچ مشکلی نیست و تاجیکستان آباد است و آرام است. این رو هم ببینیم. من حکیم و محبت ساکن ناحیه شهر تو سال 2005 سعدالله مویی خسر بچه پرزیدنت محترم امام علی رحمان در نبودن من به خونه ما آمده. دخترچه که 15 سالمه مجبور ای خونه گرفته برده، گجای برده نمیدونم، برده به ناموس وی تجاوز کرده. وقتی خونه میبیم دختر کلانی میگه که خواهرچم در بیمارخانه. میگم چو کدای؟ میگه که هم گپ در نبودن شما مویب آمده، میگه خواهر ما مجبور گیف بود، مجبور تجاوز کرده. همچون مادر جبر دیده که دم میگفتم
کدام ارزش شکایت میکردم. با کی هم میگفتم، با کی ارزش شکایت میکردم، مگر ارزش شکایتی من هم گوش میکردم. با اداره و داخل رفتم، مراجعه نمودم، عریضه نوشتم، گفتم که زور ما نمیرسه، ما نمیتونیم ضد خسر بچه پرزیدنت یگون دلای جنایتی کشویم. اگر دلای جنایتی کشویم یا یگون بر بگیم که فرود کنیم یا که بگیم که هم خیل کده تنویس دخترای ده تجاوز کده، ما ای کور میپریم. محترم پرزیدنت، محترم امام علی رحمان، میخواستم همین رو دیده میبر اومدید، یگون چوره جدی میدیدید. بعد از این، بعد از با دخترم تجاوز کردنم و هر شب قریب که می اومد، هر شب ما رو غم میداد، هر شب در دیوارای من از زده شکسته بودم. از ترس هر شب که شد از خونه گریخته میرفتیم. با اومده یکی ما همه خیلی غم نکرد، فقط تهدید میکرد، این قفا خیل میکنم، انا خیل فقط انا تهدید. نخود یگون آدمی نباشه که پیش روی همی بی ادب و بی عقل بگیره. تو کی این بی ادبی، این مردم آزاری این دوام میکرده باشه؟ تو کی این خلق عذاب میداده باشه؟ تو کی؟ وقتی که دخترم در بیمارخانه بود، شب و شب گریف اومد تا اینکه یگون کس نفهمه ندونه. از زمان باز سلامتی دخترم نیست. نمیدونم از ترس، نمیدونم از چی، تو حاضر سلامتیش خوب نیست. مثل من مادرانی جبر دیده در ناحیه ما، ناحیه شرق خیلی هم بسیار. آنها علاقه جمع شده و مقابل $100 خیستلیان. باز یک بار دیگه از شما محترم پرزیدنت احترامانه خواهش میکنم. آخر شما پدر ملت هستید، پدر ما همچون فرزند از شما خواهش میکنیم که پیش راه این سگ لعین رو، گرگ گشنه رو گیرید، چاره یابید، چاره جویید. بله بینندگان عزیز گرامی، اینم درد دل یکی دیگری از مادران تاجیک، یکی از مادران داغ دیده تاجیکستان بود. بیننده دیگری که دوست داشتن که در این برنامه مشارکتی داشته باشند جناب استاد نورالدین رضایی هستند، کارشناس امور سیاسی. حضرت استاد السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه خودتان. شاید تا این لحظه دیده باشید مطالبی را که در برنامه مطرح شد. ما سراپا گوش هستیم و فرمایشات شما رو میشنویم. بفرمایید. تشکر زیاد. اول به یکایک شما به این منبری وصال حق که واقعا امروز حقیقت را دارد آشکار میکند و در درد مردم تاجیک خود را شریک میداند و شخصا به خود شما هم تبریک میگویم که در صف تروریستان تاجیک شامل شدید. این افتخار بزرگی است که ما منسوب به ملت شریف و متدین تاجیکستان باشیم. بله این بین قوس است مسئله تروریست، چون که رژیم ما عادت کرده است که هر یک مخالف، هر کسی که قرصک نمیزند، از او تعریف و توصیف نمیکند، او را تروریست نظر میرود. خب من اولا استاد با کمیته دین وقتم را ضایع نمیکنم، چون اینها یک منصورهای هستند که از اول تاریخ تا به آخر تاریخ هستند، بودند، میروند. اینها مشکلی ما با اینها نیست. ما امروز همچون یک جوانی تاجیک، یک جوانی مبارز صحبت میکنم. خواهش میکنم که صدرتون رو وسیع بگیرید و وقت رو به من
ارائه کنید تا اینکه تمام فکر و اندیشم اینجا گفته شود. بله جناب استاد، ما 20 دقیقه وقت داریم، 10 دقیقه از شما، 10 دقیقه از من. خوب است؟ سلامت باشید. خیلی خوب است. اتفاقنا. بفرمایید. خب اولا حکومت رحمانوف یک گروهی متشکل جنایی می باشد، کریمینل گروپ. برای این گفته من دلیل دارم. واقعا هم امروز تاجیکستان اصیل است زیر دست این گروه. 24 سال شد صدا بلند میکند، صداش کسی نمیشنود. و امروز جوانان بیدار، کسانی که قیام کردن، حتما این گروه را در محکمه جنایات دولتی یا اینکه اینترنشنال کریمینال کورت خواهیم داد ان شاء الله. و تمام سعی و کوشش خود را برای حقیقت چهره این را آشکار کردن ما صرف میکنیم ان شاء الله. امروز در عصر ما ارهاب یا اینکه ترور تنها در یک شکل، در یک شخص یا اینکه در یک گروه یا اینکه در یک حرکت جای نمیگیرد. باید مردم بدانند که ارهاب از جانب دولت نیز برنامه‌ریزی می شود. این را به اصطلاح عربی ارهاب الدوله میگن. ما امروز مردم تاجیک در برابر ارهاب دولت هستیم. ترور از جانب دولت به شکل منظم دارد صورت میگیرد. هر کسی را که بخواهد قتل، زندان، تهمت، تحقیر، مصادره مال ملک، حتی اهانت قرار میدهد. اینجا مسئله مردم تاجیک صرف دینی نمی باشد. خواهش میکنم استاد انصاری به این نقطه دقت بدهید. درست. تاجیکستان امروزه ما هر یک دیگر اندیش، روشن فکر، ضیایی، عالم، متخصص، اکادمیک، تاجر، حتی شهروند عادی زیر تعقیب و توهین و فشار می باشد. تنها یک شرط است، اگر که فکر مخالف داشته باشد تن خلاص. درست. در حکومت ما علاقه مردم به خودی و بیگانه تقسیم کردگی است. در تاجیکستان دو گروه انسان است، خودی، بیگانه. خودی همانی هست که قرصک میزنه، بله بله میگوید، تعریف و توصیفی رحمانوف میکند. اما گروه دوم بیگانه همانی است که اینا تعریف و توصیف و بله نمیگوید. درست. مثال ها برای اینا زیاد است. یعنی که مسئله ربط دینی ندارد. زید سعید یک تاجر بود، اما خودی که نبود اونو چکار کردن؟ پس زندان بردن. شهرت قدرتو یک ادوکات بود، محامی. عمر علی قواتو یک بیزنسمن بود. داداجان عطاالله یک ژورنالیست بود. بختیار ستاری یک ژورنالیست بود. عطاخان لطیفی یک ژورنالیست بود. عبدالملک عبدالله جانو سروزیر سابق. مقصود ابراهیمو یک جوانی که دیروز از مسکو او را ربودند، دزدیدند. چرا؟ برای اینکه صدا بلند کرد، برای که جوانان را درگیر خودش، اطراف خودش جمع کرد. و ازیدک من الشعر بیت، برای یک رژیم دیکتاتوری مهمترین چیز برای او کرسیش می باشد. باور کنید رحمانوف آماده است فرزند خود را قربان کند تا اینکه کرسیش را حفظ کند. پس کجا رسد به دیگر اندیشان، به ما و دیگر مخالفان. دلیل این سخنها رحمانوف، خود رحمانوف نزدیکترین اشخاص را از خود دور کرد. گرد و اطرافی خود را، اطرافیای خود را نابود ساخت. حتی دوستانی که در سر قدرت رساندن او سهم داشتند، سنگک سفرو، لنگری، غفار سیدای، یعقوب سلیموف، شیرعلی، فیضلی سیدوف و یکی از بهترین شاعرهای تاجیک شیرعلی لایق که از دست همین رژیم از دست رفت. رژیم دیکتاتوری هرگز در فکر آبادکاری
و پیشرفتن ملت و کشورش نمی باشد. مردم این را بدانید. همین است که امروز تاجیکستان یکی از کشورهای عقب مانده دنیا به شمار می رود. هر چی که هست از زمان شوروی این در تاجیکستان مثلا که باقی مانده. منظورم شهر و ترقیات و پیشرفته. حتی در آن زمان شوروی تاجیکستان برق داشت، اما امروز در تاجیکستان اکثر مناطق سالانه تا 9 ماه از برق محرومند. مردم تاجیکستان امروز از 1.5 تا 2 میلیون مهاجر کاری دارد تنها در روسیه. این از پیشرفتی، این از دستاوردهای امام علی رحمانوف. سطح تعلیم خیلی پایان رفته است. در زمان شوروی نسبت تعلیم بین مردم تاجیکستان 98% بود. این احصایات رسمی بود. اما امروز حکومت رحمانوف این احصایات رسمی امروزه رو بجا میکند. امروز سطح تعلیم شاید از 10% بالا نباشد. الله المستعان. چون که وزارت تعلیم، وزارت تربیت، تمامی وزارتخانه ها پر از فساد و کروپسیا می باشد. در تاجیکستان انسان را ساختنی نیستند. برنامه‌ای که شهروندی متعلم باید که پیدا بشود. در تاجیکستان عمدن برنامه هست که باید انسان ها متعلم، شهروندان، جوانان متعلم نباشند. خب ادامه میدیم. حکومتداران تنها در فکر دزدی و غارتگری مردم می باشند. تمام امکانیت ها را بالای این پیاده کردند. نمیدانند مردم را چطور غصب کنند. راه پولکی IRS، کامراهایی که در کوشه و کنار شهر دوشنبه زدند فقط برای پولچینی است. راغون و ما ادراک ما راغون، پولای مردم کاملا دیگه دزدیدن. امروز معلوم نیست پول در کجا است. الله المستعان. پول در بین خودشان گم شدگی است و مردم را به آرزوهایی که ما برق میسازیم، ما انا میشود. امروز به مانند همون بیماری که میگویش که صبر کن انشاءالله که ساز میشه شفا میابی، مردم تاجیک را به همون فرد داده است تا اینکه همون مریضی بمیرد. مریض همین است. مردم تاجیک هم میگن صبر کنید این سال دیگه برق میشه. این شکرانه کنید. امروز رحمانوف باور کنید به قدر این ملت نرسید. رحمانوف از خوبی مردم تاجیک سوء استفاده بود. این رژیم نه تنها غصب میکند بلکه نمیگذارد مردم قامتشون راست شود. درست. جناب استاد رضایی، شما 1 دقیقه دیگه وقت دارید چون که وقت تقسیم شده. خب سریعش میگیم. تاجیکستان نه تنها این رژیم غصب میکند بلکه نمیگذارد مردم قامتشون راست شوند. بازارها را ببینید که در هر ماه تقریبا در تاجیکستان یک بازار میسوزد. این در ما یک چی شده است؟ یک چیز معمولی شده است. عادت کرده هستیم. مردم امروز از رحمانوف چیزی نمیخواهند. ما نمیگیم که رحمانوف به ما برق بدید، به ما جای کار بدید. ما میگیم که استعفا بدید. این بزرگترین خدمتی تو بالای مردم تاجیک است. بیرو استعفا بدید. در این ظلمی که ما مردم تاجیکستان قرار داریم کسی را گناهکار نمیشماریم جز خودمون. ما همین رحمانوف همین خلساز کردیم. امروز وقتی آن رسیده که مردم همه گیردی هم بیایند و گناه خود را اعتراف کنیم و بالای رفتن رحمانوف فکر کنیم، اندیشه کنیم. خب یک سخن دیگه بر جوانو داشتم ولی متاسفانه و پیام به مردم تاجیک داشتم ولی وقتم که بود شد. ما استاد رضایی در 1 دقیقه دیگر از من در خدمت شما. بفرمایید یکی از این پیام ها رو بفرمایید بگید. ای مردم جوان تاجیکستان، بیایید این مسخره را نهایت بخشید.
همین جان انسان چند است که ما غمش بخوریم. همین نصیب در دست خدا است. اگر که همون لحظه خلاص شوه اجلمون، همون لحظه از دنیا میریم. با اپوزیسیون بودن تو، با ضد رحمانوف بودن تو کسی چیز زیاد و کم نمیشود. خب آزادی را رحمانوف به ما هدیه نمیکند. ما باید خودمون تلاش کنیم، از خود باید کنیم، فداکار باشیم. حتی لازم شود جان خود را فدا کنیم. فداکاری، جان فدایی خیلی کلمه قشنگ و زیباست. پس اگر که همین جان فدایی چی خوب میشد که برای وطن میشد و بهتر از این همه چی خوب است که این وطن تاجیکستان باشد. تشکری زیاد. تشکر از شما برادر عزیز و بزرگوار جناب استاد نورالدین رضایی، کارشناس امور سیاسی با ما همراه بودن. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. سلام علیکم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. من یکی دو تا کلیپ دارم که در رابطه با سخنان برادر عزیزمون هست. بعضی از این مطالب همونطوری که شنیدید و دیدید در تاجیکستان همه کارهای امور دینی با محدودیت هایی روبرو میشه که دولت ایجاد میکنه. حجاب، مسجد، مدرسه، علما، همه چیز، حج، حتی عبادت هایی که ارکان دین مبین اسلام هست در اونجا با محدودیت هایی که از طرف اینها ایجاد شده روبرو میشه. اما در مقابل بیدینی، لادینی، اگر کسی بیاد به دین توهین بکنه، به اسلام توهین بکنه، هر چه بد و بیرایی که دلش میخواد بگه، هیچ گونه محدودیتی برش نیست، بلکه در قبال این کار جایزه هم دریافت میکنه. مثل شاعری که به الله، به رسول الله، به پیامبران، به دین اسلام توهین کرد و لنین را علیاذ بالله از اینها بالاتر دانست. همین رئیس جمهور تاجیکستان برای ایشون قصری رو هدیه دادن به خاطر همین توهین و اهانت. البته این قصر از جیب شخصیشون که نبود، از پول ملت تاجیکستان بود. کلیپ اول رو که در مورد همین شاعر است می‌بینیم. هزاران تاج سامانی، هزاران سله یا دستار روحانی با آن یک شبکه لنین نمی ارزند. با جای هیکل لنین هزاران هیکل سامانی را آورده بنشانید، جایش را نمیگیرند. تمام شاعران یک جای بنشینند، جایش را نمیگیرند. برایند از لحدها نیز جایش را نمیگیرند. خدا هم جای لنین را نمیگیرد. خدا هم جای لنین را نمیگیرد. خدا هم با همه پیغمبران سحر پرداز است. در این دنیا که عمرش 100,000 سال کیهانی است، نه فرعون، نه خاقان، نه سامانی، نه ساسانی، نه تاجش بر سرش اسکندری رومی، خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازش نکرد اعجاز لنین را. خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازش نکرد اعجاز لنین را. هزاران مردم پایین ترین بالاترین گردید، کسی چیز نبود، یک چیز شد آخر، فلک عاجز شد آخر. خدا عمر اگر از آسمانهایش به ما از بهشت مرده ها می گفت، خدا عمر به مردم از بهشت مرده ها می گفت، رفیق لنین بهشت زنده ها بیناد. زی 70 سال سرخ شورایی که ما در یک بهشت زنده ها بودیم. بله بینندگان عزیز و گرامی، این اشخاص به اینها قصر هدیه میشه، به اینها جایزه پرداخت میشه، به اینها مناصب داده میشه، از پول ملت به اینها شاباش پرداخت میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که به دین توهین کردن.
کلیپ بعدی هم که در رسانه های رسمی تاجیکستان در مورد نماز ببینید که چی میگن. یکی از این افراد نزدیک به رئیس جمهور تاجیکستان. در باره که جوانان علم آموزند و مسجدها و دیگر رو رفتن فایده ندارد. متخصص زیاد شد، مختص انژینر، تکنیک، دیگر ما تیار کنیم برای آینده ترقی ملت. همین پرزیدنت یکم بار واسه گفته گذاشت که برای ما این در کار خوب گفتن. من پیش میدانستم پرزیدنت گفتن اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد وای؟ چی میگیرد این مسجد؟ هیچی نمیگیرد. ما یک گفت خوب پرزیدنت گفت در بین ملاها در دهاتات جنگ و جنجال برای وظیفه برای در مسجد کی کارگردان اشرف فیصد است و برای همه ملت میده ما. این بله بینندگان عزیز و گرامی، این افراد در تاجیکستان پرورش داده میشوند و علمای دین و دلسوزان به زندان انداخته میشوند و با ظلم و شکنجه با آنها برخورد میشه. احمد آقای عزیز، تعداد تماسایی که از تاجیکستان داشتیم اگر لطف کنید، اونایی که در مسکال بود در انتظار بودن، بیش از 5479 تماس ما از تاجیکستان داشتیم که متاسفانه نتونستیم این عزیزان رو بگیریم و صدها تماس دیگه از طریق اسکایپ بود که متاسفانه نتونستیم بگیریم. و من جا داره در اینجا تشکر بکنم از کمیته دین تاجیکستان به خاطر این تبلیغات مجانی که برای وصال حق کردن و امر کردن که در مساجد تاجیکستان بر علیه وصال حق صحبت بشه. جا داره از رسانه‌های تاجیکستان تشکر بکنیم، روزنامه نگاه، تاج نیوز و بقیه رسانه‌هایی که برای ما تبلیغ مجانی کردن. به خدا ما در خوابم نمی‌دیدیم که یعنی به این زودی در تاجیکستان این همه مردم با وصال حق آشنا بشن. منتها اگر میلیون‌ها دلار هم خرج می‌کردیم نمیتونستیم به این راحتی تبلیغات بکنیم در تاجیکستان. و جا داره من تشکر بکنم از دولت مردان تاجیک، از کمیته دین تاجیکستان و شخصا از جناب سلیمان دولتوف که زحمت کشیدن و تبلیغات مجانی کردن برای وصال حق، انگامی که در جمعه گذشته خطبای مساجد را امر کردند که بر علیه وصال حق صحبت بکنه و این کارشون سبب شد که نسبت تماس‌های برنامه 3 برابر بشه نسبت به برنامه اول. و تشکر میکنیم اینکه سایت ادنا کلاسیکی ما رو بستن، صفحه ما رو و این صفحه رو تعطیل کردن به خاطر اینکه سخن حق به گوش مردم تاجیکستان نرسه. الحمدلله که این پیام هایی که دریافت کردیم، ایمیل هایی که دریافت کردیم نشان دهنده این است که ملت تاجیکستان بیدار هستند و فریب این تبلیغات سوء شما رو نمیخورن. همچنین یکی دیگر از اعمالی که انجام دادن در طی هفته گذشته، همین دیروز بود که صفحه یوتیوب رو هم بستن در تاجیکستان به خاطر اینکه کلیپ های برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها به دست مردم نرسه که انشاءالله میرسه. و همچنین جا داره تشکر بکنیم از این نوکران ایران و روافض در تاجیکستان که اینا با تماسشون با این قضیه که امشب رخ داد ما رو وادار به این کردن که انشالله برنامه بعدی رو در مورد دسایس این منافقان اختصاص بدیم و چهره واقعی اینها رو برای جهانیان آشکار بکنیم که به نام حنفیت و به نام اهل سنت چگونه دارن تیشه به ریشه اهل سنت در تاجیکستان میزنن. ملت تاجیکستان بشناسید اینا رو، در کنار دیکتاتور، در کنار هر ظالمی حاضرن که بایستن، ولکن در کنار شما نمی ایستن، از حقوق شما دفاع نمی کنن. اینا همینایی هستن که شما سالها فریبشون رو خورده بودید، به نام عالم دین و به نام وحدت میمدن در تاجیکستان شما رو فریب میدادن. فقط یک اشاره‌ای کردیم به اعمال ننگینی که در تاجیکستان انجام میدادن. ببینید که چگونه برآشفته شدن رو سعی کرد که این مسئله رو جمع جور بکنه که ما ملت تاجیکستان رو بری میدانیم، بیزار میدونیم از این گونه افراد. تشکر ویژه از همه عزیزان بزرگواری که با ما همکاری کردن
و این کلیپ ها را آماده کردن از برادران و خواهران تاجیک از سراسر جهان، از کسانی که به ایمیل انصاری وصال فادات تیوی برای من شخصا پیام فرستادن، برای عزیزانی که به ایمیل مدیریت شبکه جهانی وصال حق پیام فرستادن و به ایمیل لایف @وصال فادات تیوی، از پیامک های شما، از پیام های صوتی شما. شماره پیامگیر شبکه رو حفظ بکنید. همیشه پیام های صوتیتون رو در هر موقع شبانه روز ضبط بکنید، از طریق شماره پیامگیر برای ما بفرستید. ما انشالله در میان برنامه هایی که در شبکه پخش میشه پیام های شما رو به گوش جهانیان خواهیم رساند. همچنین تشکر ویژه دارم از احمد آقای عزیز کارگردان برنامه، از همه عزیزانی که در راستای ایجاد این برنامه با من همکاری کردن، از همه برادرانی که سربازان گمنام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند و من نمیتونم اسمشون رو در اینجا بگم. از همه این عزیزان تشکر میکنم. الله سبحانه و تعالی در میزان حسنات شما این زحمت های شما را قرار بده. و در پایان تشکر ویژه از ملت شریف، ملت متدین، ملت با اخلاق و ملت با تربیت تاجیکستان از اظهار لطفی که به ما و به شبکه جهانی وصال حق داشتن. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.